نامه‌های سرگردان نوشته کارپت دردریان، ناشر مؤسسه مطبوعاتی فرخی. این کتاب تحت شماره 5356 به تاریخ 1/1/1345 در اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر به ثبت رسیده. گویش علی زارعی، ادیت فنی قاسم قره‌زاغی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. چند سطری به نام آنچه مقدمه‌اش می‌نامند. با نوشتن این چند سطر هیچ دلم نمی‌خواهد که نظریه‌ای برخلاف آنچه ممکن است شما درباره این کتاب داشته باشید به شما تحمیل کرده باشم. منظورم از نوشتن این مقدمه تذکر نکاتی است که تا آنجا که مربوط با انتشارات این مجموعه است ضروری به نظر می‌رسد. 1. این کتاب شامل 15 نامه و 30 ترانه است. 9 تا از این نامه ها اخیراً در مجله وزین سپید و سیاه به چاپ رسیده و بقیه چندی پیش از این در مجله محبوب امید ایران. ترانه هایی که ملاحظه خواهید فرمود در جای معینی به چاپ نرسیده، بلکه هر چند وقت یک بار یکی از مجلات برای خالی نبودن عریضه تقدیم شده است. 3. هیچ نمیدانم که تک تک این نامه ها در شما خواننده های ناشناس چه تأثیری خواهد گذاشت، اما آنچه مسلم است از نقطه نظر شخص خودم تنها آرزوی من این است که برای هیچ کس سوء تفاهمی هر چقدر هم ناچیز از خواندن این نامه ها ایجاد نشود. این نامه ها انعکاس بلافاصله یک روح ناراحت است و بنابراین نمیتواند بر شخصیت کسی بیفزاید و نه به شخصیت کسی لطمه بزند. دیگر هیچ. در خاتمه لازم میدانم به جورج نقاش بزرگوار درود بیپایان خود را به خاطر دوستی بیشایبه‌ای که با من داشت بفرستم. کارو. نامه یک دختر به نامزدش. اینک منم و یک قلب آبستن عشق. آرلن، این نامه را در پایان روزی برایت می نویسم که غروبش به طور وحشتناکی غم‌انگیز است و آهنگ تپش قلب محزونم غم‌انگیزتر از غروب. برای آنچه بناست در این نامه به تو بنویسم به هیچ گونه سوگندی احتیاج ندارم. برای اینکه هم یهودای سرگردان شاهد تیر بختی من است، هم مسیح مصلوب. هنگام نوشتن این نامه احساس می کنم که سرتاسر وجودم زندان دور افتاده است که از مشتی امید واخورده و روحم جنگل متحرکی و سرگردان از آرزوهای آسی. گوش کن آرلن، دلم میخواست هنگام نوشتن این نامه بلافاصله پس از نام تو کلمه دیگر اضافه کنم، کلمه ای که سرتاسر زندگی از یاد رفته من در آن خلاصه می شود. کلمه من. دلم میخواست به خود حق میدادم تو را آرلن من خطاب کنم، دریغا که نمیتوانم، اما در این لحظه به خصوص توانستن مطرح نیست. برای نخستین بار بگذار خواستن مبنای توانستن هم امکان پذیر باشد. بنابراین آرلن من، کاش میدانستی که انگیزه نوشتن این نامه شیون شبانه قلب من است. قلب من امروز غروب همین چند لحظه پیش سکوت خود را شکست و با من با دیده گریان گفت که چند ماهی زد از قلب تو آبستن است. تعجب نکن آرلن، قلب مردها مثل خودشان از لحاظ جنسی مرد است.
و قلب یک زن و بنابراین نامه مال من نیست. نامه یک قلب شکسته است، یک قلب شکسته آبستن. آرلن، فکر میکنی فرزند تصادم بدون تماس دو قلب چه میتواند باشد؟ جز آن هیچ، همه چیز شکن مقدس که خوراکش شیرین سرشک است. آن فرزند نامرئی شب زفاف قلبها که نامش در قاموس شب زنده‌داران ناکام عشق است. میدانی یعنی چه آرلن؟ امشب برای نخستین بار احساس کردم که متاسفانه گرفتارت شدم. شاید اگر تصمیم نگرفته بودم که برای همیشه فراموشت کنم، این احساس پنهانی هرگز قلبم را تکان نمیداد. اما چه کار کنم که همزمان با این تصمیم اجتناب ناپذیر شیون قلبم در پهنه سینه مهنت زده‌ام بیداد کرد. مردها آرلن من در چهارچوب عشق و محبت به وسعت غیر قابل تصوری نامردند. برای اثبات کمال نامردی مردان همین بس که تنها در مقابل قلب عاشق و فریب خورده یک زن احساس می کنند که مردند. تا هنگامی که قلب زن تسلیم نشده، پست‌تر و سمج‌تر از یک سگ ولگرد، عاجزتر و تو سری خورتر از یک زندگی اسیر، گداتر از همه گدایان سامره، پوزه برخاک و دست تمنا به پیش گدایی عشق می کنند. اما تا خاطرشان از تسلیم قلب زن راحت شد، یک باره به یادشان میافتند که خدا مردشان آفریده و تازه کمال مردانگی را در بی نهایت نامردی جستجو می کنند. در شکنجه دادن قلب و به زنجیر کشیدن یک زن اسیر. آرلن من، از این که تو را نامرد خطاب می کنم ناراحت نباش. چه مانعی دارد که برای نخستین بار تو را با خود تو آشنا کنم؟ اگر به خاطر داشته باشی 3 سال پیش بود که بر حسب سماجت تو با یکدیگر آشنا شدیم. در آن زمان من دختری 20 ساله بودم و تو جوانی 27 ساله. من بر حسب یک قانون اجتماعی مناسب دیدم که با جوانی لااقل 7 سال بزرگتر از خودم به امید یک وصلت ابدی نرد عشق ببافم. باختم. من تا 20 سالگی جز تحت تأثیر رویای فردای زندگی هرگز به خاطر هیچ چیز، به خاطر هیچ کس، با هیچ بوسه‌ای، در هیچ آغوشی از فرط شوق نلرزیده بودم. در حالی که مطمئنم که تو را سالها پیش از دیدار من در خیلی از شبهای خوشگذرانی، فواحشی که سنشان حتی 7 سال بزرگتر از مادر تو بوده، با تمام روح ولگردت، با همه سلولهای بدنت لرزانده بودی و بدین وصف از همان نخستین روزهای آشنایی هر بوسه‌ای که بین ما رد و بدل می شد زلزله‌ای در ارکان وجود من به وجود می آورد. در حالی که برای تو بوسه گرفتن از لبان من داستان مبتذلی بود که برای تجدید خاطرات گذشته و ایجاد خاطرات تازه تکرار می شد. بوسه های تو همیشه با داستانی از بیتابی ها و بیخوابی هایی که ظاهراً زایده عشق من بود شروع می شد و با حماسه‌ای درباره آینده‌ای که بنا بود تو برای سعادتمند کردن من پایه‌گذاری کنی خاتمه می یافت. خدا می داند که هر شب که من از تو دور رمیدم، با چه لذتی، چه امیدی به مادرم نوید می دادم که به زودی پس از یک وصلت آبرومند فرزندی از پستان من شیر خواهد خورد. مدتی گذشت. کار از بوسه ها گذشت. دست ها از شانه ها سرازیر شدند. سینه سفید و لغزان من بازیچه
پنجه های تو شد. خدا می داند که با هر یک از تماس دستهایت با سینه ملتهب من تا چه پایه احساس لذت می کردم. خاک بر سر جوانی. آن وقتها خیال می کردم که این لذت زایده عشق است. دیگر فکر نمی کردم، نمی توانستم فکر کنم که با آن طریق که تو با من عشق می ورزیدی، اگر به جای من مادر بزرگ من هم بود احساس شوق می کرد. و این حقیقتی است که کنون که احساس می کنم دیگر هرگز قلبم جوان نیست برای من رو شده. آرلن، سوگند به هرچه قلب گرم است و هرچه سینه سرد، به همه اقیانوس‌های ثابت، نسیم‌های صامت، به سرشک قلوب منتظر، به بوسه‌های ولگرد، به احترام یک زن به یک مرد، به یک مرد تمنا شکن عجز پذیر، به نفرت یک زن نسبت به عجز یک مرد، به هرچه زیبایی در بسیط طبیعت است، به هرچه طبیعت زیباست، به نامردی همه قلب‌های شکیبا و جلال و مردانگی هرچه قلب ناشکیباست، به هرچه ایمان داری سوگند در کمال احتیاجی که به عشق من نداری. آنقدر امشب احساس کینه نسبت به تو می کنم که اگر قدرت می داشتم قلب ساده بدبختم را که این چنین احمقانه تو را پدر فرزندش را از من می خواهد در تک سینه زنده به گور می کردم. به یادت هست آرلن؟ هرگز یک بار نشد که تو می نزده به میعادگاه ما حاضر نشوی. میدانی چرا؟ هر کسی برای نقاط ضعف خود از می مدد میخواهد. عشق تو نسبت به من همانطور که ثابت شد هوسی بیش نبود. تو به خاطر تقویت این هوس هر شب می زده سراغ دل حسرت بارم را میگرفتی. من هم امشب برای تقویت کینه‌ام به وسعت نفرتی که نسبت به هرچه مرد است و مردانگی دارم مشروب خوردم. چه کار می توانستم بکنم؟ آخر اگر مست نمی کردم چگونه می توانستم به تو بگویم که تا چه پایه از وضعی که من داشتم تو سوء استفاده کردی؟ از شرم من از این که باید در خانه پدر مانده باشم، از شتاب زدگیم در پایان دادن به خاری زایده از این شرم، از خنده های طعنه آمیز همجنسان من، دختران همسن من که تصادفاً قبل از من ازدواج کرده بودند و نگرانی من از این که مبادا تو ترکم کنی و از محبت‌های بیپایانی که برای نگه داشتن به تو می کردم. از همه اینها تو تا چه حد سوء استفاده کردی؟ هیچ میدانی؟ و آن وقت برای پایان دادن به کمدی نامزد بازی هرگاه سخنی با ناراحتی پیش میکشیدم میگفتی که پول کافی برای این کار را ندارم. آخر نامرد، من از تو کی پول خواستم؟ کی تا کنون در عرض این 3 سال سرگردانی و شب زنده داری، هنگامی که لبان تشنه تو لبان مرا خواستند، تو به جای لبانت اسکناس به لبانم گذاشتی. فراموش کن آن عده محدودی از زنان هرزه پول پرست را که بهانه به دست مردها و بازی کردنشان با سرنوشت زنان زندگی دادند. تو خیال میکنی اگر فردا یک چک $1,000,000 برای من بفرستی که مثلا این را بگیر و من خداحافظ، من با $1,000,000 میتوانم سایه تو را از زندگی آینده‌ام کم کنم؟ این مرزها هستند که پس از ازدواج با برخ کشیدن معشوقه های دوران جوانیشان ارج و احترامشان در نزد زنان فزونی میگیرد. من بدبخت گیرم که فردا با مردی دیگر ازدواج کردم. کافی است که یک بار نام تو را اشتباهاً ببرم. تمام شد و رفت. آرلن،
اشک‌های سرگردان بیچاره‌ام کردند. دیگر قدرت نوشتن ندارم. نامه‌ام را که انعکاس واپسین تپش قلبی یک عشق ناکام است تمام می‌کنم. برای تو هرگز روز بدی نمی‌خواهم. برای اینکه بالاخره زمانی دوستت می‌داشتم. تنها آرزوی من این است که تا پایان زندگی هوس بازت هرگز لذت عشق را نچشی. پایان. نامه‌های سرگردان، نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. مرگ دنیاها. دلم دنیای فریادی فسرده است که روحش را سکوت مرگ خورده است. مناله دل اگر مرده است دنیا، در این دنیا چه دنیاها که مرده است. سرنوشت. خدایا چون نوشتی سرنوشتم، که بخت از من رمید از بس که زشتم. زبانم لال اگر خط تو بد بود، تو میگفتی خود من مینوشتم. به سرشک خنده ها خنده سرشک ها. چارلی چاپلین. درباره این نامه، این نه داستان است نه افسانه، نه شعر است نه یک نثر شاعرانه. قطره اشکی است رمیده و طوفانی از دیدگان حسرت بار رنج. به دامان پاره پاره شب گرسنگی های غلتیده است. چارلی با زبان فارسی آشنا نیست، اما مسلماً با زبان من آشناست، چون زبان من زبان گرسنگان است. گرسنگان نه، زبان خود گرسنگی است و گرسنگی تنها به یک زبان حرف میزند: حقیقت. سلام چارلی، انسان بزرگوار. سلام بر تو و اشک‌های خندان تو. سلام بر تو و بر خنده‌های گریانت. دامن تو چارلی، دامن زندگی تو. میدانم که لبریز است از سرشک آسیمه سر دربدران. بگذار سرشک دربدری هم از بیکران یک درد بیکران همانطور ساده بغلطد به دامانت. من چارلی گرانمایه غنچه‌ای هستم ناشکفته و مفهوم که در پهنای علفزاری خار پرور و مسموم همراه با هزاران هزار غنچه ناشکفته دیگر بازیچه مشتی دلغک بازیگرم. جوانم ولی باور کن چارلی، ابر آسمان افسونگر، قرون قرون افسانه های قیود به خاک سپرده، سایه سپیدی از سیاهی های این دوران وحشتبار افکنده بر سرم. جوانم ولی زیر بار مهنت و بدبختی و مهنت خودم نه. من هیچ، من مردم. مهنت و بدبختی انسانهای این قرن سیاه. تا شده، شکسته، خرد شده کمرم. بشنو چارلی، بشنو این سوز جگر سوزدل آشیان برباد رفته من و فریاد افسار گسیخته ناله های از یاد رفته افلاک نوردم را که سنگینی تحمل ناپذیرشان در هم شکسته و به باد فنا داده. در و دیوار قلب تپش رمیده و آفتاب ندیده آلوده به خاک و گردم را. سکوت، فریاد بکش سکوت. بگذار انسانی که سراپای وجودش مظهر متحرک زندگی از پا افتاده
بی حرکت و حقیقت محکوم به سکوت است، از ماورای همه دریاها، همه صحراها بشنود این نفرین و ناله سراپا دردم را. چارلی عزیز، تو بهتر از من میدانی که دریچه دوران شرنگ آلود سهم ماوری زندگی میکنیم، دورانی که مجمع مردگان مرد پرست، مرد پرور آدمی خار، همه سینه های از عشق آکنده را، همه نفس ها، همه جنبش ها، همه افکار تسلیم ناپذیر زنده را نفس به نفس، سینه به سینه به سیاهی خاکی می سپارند که ریشه اشجار خزان زدش رگ پاره پاره انسانی است سرگشته و آواره. دورانی که برای همه دردهای بی‌درمان آستان بوسی درگاه کبر و نخوت درمان او برای همه بیچارگی ها، تنها و تنها خاموشی آتش شرافت انسانی و فراموشی ندای وجدان به خواب رفته چاره است. در چنین دورانی است که ما انعکاس دهندگان فریاد بیپناه انسانهای خانه به دوش، همراه با مظاهر بلافاصله کارخانه، مرگی را که غارتگران زندگی انسان با اسم مستعارش زندگی به ما تحمیل کردند تحمل می‌کنیم. در این صورت تو خودت می‌دانی که من با تو چه می‌خواهم بگویم. تو مرا نمی‌شناسی و این گناه تو نیست، چون من نه سرمایه دارم نه سیاست مدار. من مظهر جان به لب رسیده فقرم و تلخی اشک‌های پنهانی انسان‌هایی که حتی حق اشک ریختن را در این قرن مرگبار از آنها سلب کردند. در نزد خداوندان کبر کجا میتواند فریاد در شکاف سینه مرغی بال و پر شکسته در بدر انعکاس داشته باشد؟ در دورانی که هستی پول است، نجابت پول است، حیثیت پول، افتخار پول، زندگی پول، نفس پول، هوس پول، پول پول پول، همه چیز پول، همه جا پول. در چنین دورانی کجا نالی حقیقت در سینه چاک فقر به گوش تو خواهد رسید؟ به گوش تو که سراپای هنرت آینه تمام نمای فلاکت 10 میلیون انسان فلاکت زده است که سعادتشان در 4 دیوار آغشته به برنج احتیاج سرگشته است و آواره. تو از پریشانی زندگی پریشان 10,000 انسان، 10,000 بدبخت متحرک قسمت زندگیشان خاک زیر پای خداوندان زمین است و قسمتی پس از زندگیشان چند وجب بزرگتر قبر بدون سنگ و چند کلام مختصر از کتب آسمانی. از پریشانی این ملت‌ها تو چه می‌دانی؟ کجا؟ در کدام کتاب؟ کدام روزنامه از کتب روزنامه‌های تو می‌توانی درباره این زندگی 100 پاره‌ای که پیامبران مرگ با شریان منجمد تیر بختی به تن ژنده پوشان تیر بخت وصله کردند، حتی یک کلام بخوانی؟ آه چارلی، باور کن از شدت فشار کینه سرکش سینه ام دارد منفجر می شود. آخر چارلی، این چه بساطی است که ناخدایان کشتی‌های مرگ در پهنه دریای سرشک خانه به دوش زندگی‌های فراموش شده سیاه پوش گسترده اند. ببین چارلی، از بیداد دادشکن مشتی حیوان تشنه به خون، از بیابان آفتاب زده آفریقا گرفته تا بیکران آفت زده جیهون، چه محشری برپاست. جنگی گذشته به یادت هست؟ آن همه خون، آن همه کشته. مگر چارلی کافی نبود که باز هم میخواهند زمین و زمان و با آتش گلوله مرگبار در هم شکن در پریشانی امواج خون پریشان کنند؟
آخر چقدر و تا کی می شود استخوان ملت را به جای لوله به کار انداخت و خون ملت ها را از درون آنها دیار به دیار، فرسنگ به فرسنگ به خزانه جیب سرازیر کرد. مگر چارلی این سرمایه‌داران دنیا نمی‌دانند که برخلاف پای انسان پای زمان را نمی شود و نمی توان زنجیر کرد؟ اینها که مرگ را به خاطر کشتن حقیقت اجیر کرده اند، مگر نمی دانند که زندگی را برخلاف مرگ نمی توان اسیر کرد؟ باور کن چارلی، با همه آرزوهای پراکنده‌ام که در آشفتگی بر وجودم فریاد میکشند، با همه تپش نامرتب قلب متأثرم از اینکه با نامه‌ام تو را متأثر میکنم، متأثرم. ولی آخر چه کار کنم؟ مگر میشود این همه تبهکاری، این همه خونریزی و خونخواری، این همه جنون و قساوت و تیر بختی را فراموش کرد؟ مگر می شود آتش کینه های افسار گسیخته و انسانی را تنها با سرشک ماتم زده سکوت خاموش کرد؟ چرا نبینم؟ چرا نگویم؟ چرا فریاد نکشم؟ من باید به فرمان وجدانم برای ملت ها، به جای ملت ها فریاد بکشم. باور کن چارلی، سکوت در گیر و دار این دوران وحشت گستر ظلمتباری که در وحشت ظلمت بیپایانش جمجمه سر انسانها صندوقچه زر حیوانات است. سکوت در این چنین دورانی، باور کن چارلی، جنایت است بالاتر از آن. بگذار این ددان زندگی خار هرچه می کنند بکنند، بهر دری میزنند آنچه که مسلم است هر داستانی هر چقدر هم طولانی بالاخره پایانی دارد. در پس این شب وحشتناک روز درخشانی در انتظار ماست که درخشندگی زندگی پرورش نه اثری از خون یخبسته جنگ هست، نه نشانه ای از سنگرهای شکسته به خون آغشته. روز درخشانی که در پهنه روح آفرینش زمان در خدمت انسان است. انسان در خدمت انسان. پایان. نامه‌های سرگردان، نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. کابوس. گهی بیمار من گه دیده بیمار، جهان گه ناپدید و گه پدیدار. نه باز استند چشمانم نبسته، ندانم وای خوابم یا که بیدار. فاجعه. ز بس نالیدم از دست زمانه، دلم بینار شد پر زد ز ناله. بلم بودم من و دل بود پارو، بلم در آب و پارو در کرانه. آشنای فرشتگان بهشتی، ناخدای بدون کشتی. علی دشتی. درباره این نامه: در دنیای امروز هستند نویسندگانی که از این همه وظیفه انسانی که در پهنه بیکران زندگانی به عهده آنهاست، در این دوران بیداری بدون خواب ملت‌ها، دورانی که شاهد پاره شدن بند ذلت‌ها از پای زندگی انسان هاست، تنها وظیفه‌ای که خداوندان ملک به آنها محول کرده اند انجام می‌دهند. این وظیفه چه می‌تواند باشد؟ پاسخش خیلی ساده است.
تخطئه کردن همه روشنی ها، همه بیداری ها، توسعه دادن سیستماتیک تبهکاری ها، به فراموشی سپردن علل بدبختی ها، تبرئه کردن خداوند تیره‌بختی ها و خیلی چیزهای دیگر. و هستند نویسندگانی که در میان این همه پدیده زمینی و آسمانی، این همه فقر، این همه پریشانی، چرخ افکارشان بر مدار هوس فتنه ها میچرخد. آقای دشتی، نویسنده بزرگ، اگر دلتان خواست، اگر فرصتی به چنگتان افتاد، این چند کلمه را از زبان مردم گوش کنید. تنها چند کلمه از زبان مردم. ناراحت کننده است. ناراحت کننده چرا؟ وحشتناک است. به طور تحمل ناپذیری وحشتناک. میدانید؟ آقای دشتی، وضع دنیا را میگویم. دنیا پاک خراب شده است. هر کسی، هر بی نفسی در این دوران عجیب صاحب نفسی شده است. آن وقت حقیقت تا دیروز خوابش برده بود، ولی امروز ضربان نامرتب قلبش دل جاهلین تاریخ و قصابان حقیقت را به لرزه انداخته. هیچ معلوم نیست که در پهنای این سکوت سهمگین سنگین این چه فریاد نابجایی است، چه فریاد پنهانی است که نمیگذارد مردم مثل گذشته های سیاه خوابیده بمانند. آخرین بلایی است که زمان بر خداوندان زمین آورده است. چرا انسان برخلاف گذشته ها نمیخواهد قبول کند که در بارگاه طلا برده است؟ زمانی بود که مردم گوسفندوار هم نه، دیوانوار گرگ‌های اجتماع را می‌ستودند. زمانی بود که آدم‌ها از آنهایی که هیچ چیزشان با آدم شبیه نیست مشخص بودند، ولی این زمان هر ژنده پوش در بدری خودش را اشتباهاً آدم می‌داند. به هر طرف می‌نگرید فریاد وحشت زده مظلومی را می‌شنوید که داد از دست داده‌اش را از بیدادگری باز می‌ستاند. مؤذن تاریخ را می‌بینید که بر فراز لاشی نیمه جان قرون تیرگی‌ها، از آن سپید دم قرن روشنی‌ها، قرن آزادی‌های ملت‌ها را می‌خواند. مثلا این الجزایری‌ها را ببینید. در گذشته‌ها تنها چیزی که خبر داشتند سیاهی پوستشان بود، ولی امروز درک کردند که بختشان بارها از پوستشان سیاه تر است. شاید با فلسفه هم سر و کار نداشته باشند، ولی مرور زمان قانون علیت را پیش پایشان گذاشته. حالا دارند همه با هم فریاد میکشند. چرا؟ چیز عجیبی است. اینطور نیست آقای دشتی؟ آفریقای وحشی فریاد میکشد. چرا؟ فریادشان را شما بهتر از من میدانید که روزی 100 بار گلوله باران میکنند. مهازا فریادها در سینه های مشبک، صحرا به صحرا، دیار به دیار میخزند و اینجا و آنجا به گوش ملت ها میرسند. تازه این آفریقاست. آسیا را خودتان بهتر از من میدانید که چه دورانی را طی میکند و من و شما مثل همه مردم این زمان در این دوره عجیب زندگی میکنیم. این مسافرت تخیلی من با آفریقا صرفاً از لحاظ آوردن یک مثل بود، در صورتی که برای نشان دادن حقایق فکر نمی کنم هیچ کدام از ما احتیاجی به مسافرت به منطقه دیگری داشته باشیم، چون ممکن است سیاهی بخت ملل آفریقا در برابر سیاهی رنگشان آنقدر جلوه نداشته باشد، در حالی که ما سفید پوستیم، سفید پوست سیاه بخت، و این سیاهی وحشت آور بخت ما را همه آنها که دیده را ندیده نمیگیرند و شنیده را نشنیده نمیپندارند، در هر گوشه این کشور پهناور که در پهنه مرگبارش سرشک فقر و بیخانمانی موج میزند به طور بارزی میبینید. نمیدانم شما هیچ پیاده روی میکنید یا نه. باور کنید آقای دشتی، در هر وجب، تکرار میکنم، هر وجب از این خاکی که با وجب نمیتوان اندازش گرفت،
یک مشت مرده متحرک که از بس آنها را روی زمین اذیت کردند. از پناه بردن به قعر زمین، از رفتن به قبر هم وحشت می کنند. دست لرزان احتیاج به جلو، روی خاک و گل به جان کندن، به کندن جانی که ندارند مشغولند. فحشا به طور روزافزونی دارد بیداد می کند. من نمیدانم که شما وقتی فاحشه‌ای را در یک گوشه دور افتاده می بینید که با تن لرزان ناموس خودش را به دلایلی به قیمت ارزان به دورگردی بدبخت‌تر از خودش می فروشد، چه احساسی می کنید؟ تنها فکرش را بکنید که اگر شما از فرط فقر مجبور باشید که روزی با 100 جور زن پیر، سیفلتیک و بد ترکیب طرف شوید، بر شما چه خواهد گذاشت؟ وقتی این تصورات را کردید، به خاطر بیاورید که شما از لحاظ جنسی مرد هستید و مردان همیشه رو هستند. آن وقت تو فکر بدبختی یک فاحشه که صرف نظر از سنگینی بار حسرت و بدبختی، سنگینی هیکل مردان را هم باید تحمل کند. آخر آقای سناتور دشتی، این فاحشه ها، این فقرا، این در بدران بخت برگشته بی پناه، اینها همه مگر هم میهنان من و شما نیستند؟ پس اگر شما که نویسنده توانایی هستید که هیچ کس نمیتواند منکر قدرت قلمتان باشد، اگر شما و امثال شما درد خانمان سوز این انسانهای فراموش شده را توصیف نکنید، اگر نویسندگان همه فکر و ذکرشان ستایش اشوه‌گری های مبتذل یک مشت زن بی شخصیت پول پرست و مست، سند عدم مالکیت شرافت به دست باشند، تکلیف این مردم چیست؟ آقای دشتی، من همه نوشته های شما را خواندم. فتنه شاهکار شماست. باور کنید خیلی خوب نوشته اید، اما افسوس، حیف از آن قدرتی که از آن وقتی که صرف نوشتن فتنه کرده اید. آخر آقای دشتی، صفحات در هم ریخته تاریخ ادبیات را ورق بزنید، ببینید کدام قسمت از نویسندگان نامشان پایدار مانده است. آنها که ماری آنتوانت و معروفه های دور و برش پاشنه کفش هایشان را با قلمشان اندازه می گرفتند، یا کسانی که انعکاس دهنده فریاد بینوایان بودند، آن وقت قلم مقتدرتان را بار دیگر به کار بیاندازید. بردارید، بنویسید که فتنه ها خدا حافظ. من برای نخستین بار می خواهم به خاطر ملتم که سرنوشتش سالها بازیچه بازیگران عصر طلایی بوده است بنویسم. بنویسید که ای بازیگران مرد و فریب و بزرگی در جیب، این فریادهای عصیان همه جانبه را ناچیز مپندارید و بیهوده برای خاموش کردن آنها به مبلغین افسانه های افسونگر آسمان ها پناه مبرید. این فریادهای خاموش دیگر بلای آسمانی نیست که بتوان از طریق خرافات علاجش کرد. هرچه هست روی زمین است. این زمین است که دارد زیر پای لنگ خداوندان تحمیلی زمین می‌لرزد. زمین به فرمان زمان، زمان به فرمان انسان، انسان به فرمان رنجی است که می‌کشد. پایان. نامه‌های سرگردان، نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخت. ز کوی زندگی بربسته‌ام رخت، ز بخت ناکسم آزرده‌ام سخت. برجا صحبت از بخت است هیچ هم، خدا هیچت کند ای بخت بدبخت. تابوت عشق. شده تابوت عشقم سینه فریاد، فغان میبارد از فریاد هر بیاد.
سیه پوشیده دل پروردگارا، مگر من مردم ای داد و بیداد. نامه یک مادر به سران دول بزرگ. کدام دست تک افتاده را به جای دست پسرم به سینه بفشارم؟ برادران بزرگوارم، من بر حسب زمانی که طی آن سالهای کودکی و شبابم را گذراندم، هرگز فرصت آن را که صاحب طرز تفکر معینی باشم نداشتم. بر حسب گذشته‌های خاموش زندگیم به فرمان آسمان محیطم، آسمانی که هرگز باران بارآفرین نداشت، تخم هیچ ایدئولوژی معینی را در مغز خود نکاشتم. مقصودم این نیست که زنی بی سوادم. نه، تقریباً اکثر اوقات جوانیم در خدمت خداوندان فلسفه و ادب طی شده، اما هرگز دلم نخواسته که به خاطر پسندیدن یک فلسفه دیگری را به طور مطلق محکوم کنم. باری برویم سر اصل مطلب. تنها چیزی که از گذشته با خود دارم یادگار بدبختی یک تولد و خوشبختی یک تولد دیگر است. میدانید یعنی چه؟ دختر به دنیا آمدم، این یک تولد بدبخت. بعدها مادر شدم، پسری به دنیا آوردم، این یک تولد خوشبخت. مادر خودم سالهاست عمرش را به شما داده، سالهاست که ظلمت ابدی یک گور نام مادرم را از یاد زنده فراموشکاری برده است. تنها خاطره شیرین و فناناپذیری که از مادرم باقی است، شیری است که تنها فرزند من، پسرم، از دو پستان من خورده است. در سرتاسر زندگی آرزوی مادرم این بود که داغ فرزندش را نبیند. مادرم به آرزوی خود رسید، قبل از مردن من مرد. این یک آرزوی تصادفی نیست، همه مادرها همین آرزو را دارند. من هم مادرم و به خاطر تحقق بخشیدن به این آرزوست که میخواهم امروز از فرسنگ‌ها دور چند کلامی با شما برادران بزرگوارم حرف بزنم. در وهله اول باید یادآور شوم اینکه شما را فرزند خطاب نمی کنم به خاطر این است که من کمی جوانتر از آنم که جای مادر شما را بگیرم. اما این دلیل بر این نیست که من حاضر نباشم برای اینکه شما هر یک به عنوان جگرگوشه یک مادر زنده بمانید، به جای مادرتان بمیرم. نه، من به خاطر زندگی همه فرزندان برای هر فرزندی مادرم. برادران عزیزم، گفتم تنها هدف من از نوشتن این نامه این است که هیچ دلم نمیخواهد شاهد مرگ نابهنگام پسرم باشم. تصور نکنید که با این آرزو خیال جنگ با خدا را دارم. نه، استغفرالله. ممکن است خواست خدا چنین باشد که من سالهای آخر عمرم را در لباس سیاه بگذرانم. احتمال دارد زبانم لال قبل از مرگ من پسرم یک روز یا یک شب در چنگال استخوان شکن یک سرطان، یا در فاصله تک سرفه های یک سل، یا در آتش ناکامی یک عشق ناکام، یا بنبست جستجوی یک لقمه نان جان به جان آفرین بسپارد. اگر خواست خدا این است باشد، یک مرگ طبیعی است، اما آنچه مسلم است خدا نکرده. اگر گرفتار چنین مصیبتی شدم، در بسیط یک عزای جبران ناپذیر حداقل این سعادت را خواهم داشت که با دست خودم پسر خودم را به خاک بسپارم و پس از مرگش هر لحظه که به یادش افتادم بر سر مزارش خون گریه کنم. اما اگر پسرم در میدان جنگ کشته شد، من جسد او را در جنگل ماتم زده اجساد کجا جستجو کنم؟ کدام دست تک افتاده را به جای دست پسر به سینه‌ام بفشارم؟ در انبوه جمجمه های در هم شکسته که در بحر خونین جنگ به صورت قمقمه های خون در آمده ای، در کدام جمجمه بدبخت موهای شبرنگ پسرم را سراغ بگیرم؟ بر سر کدام کوله پشتی بی صاحب اشک بریزم؟ در کنار کدام جسد بمیرم؟ برادران بزرگوارم، شما را به خدا سوگند، ناله حزین این خواهر دور افتاده اتان را گوش کنید. لااقل به خاطر خاموش نشدن مشعل افتخاراتی که
لینکلن ها، پتر کبیرها و ناپل اونها برای شما کسب کردند، آتش این افتخارات مرگافرین را که برای همیشه خاموش کنید. آخر تصورش را بکنید در این جنگ خانمانسوز گذشته در حدود 40 میلیون نفر جوان بیگناه قربانی شدند. فکرش را بکنید، شوخی نیست. 40 میلیون نفر، 40 میلیون استعداد نشگفته، 40 میلیون حرف نگفته. چه خیال میکنید؟ یعنی در بین این 40 میلیون جوان 4 نفر یافت نمی شدند که یکی ادامه دهنده راه پر افتخار لینکلن باشد، یک مظهر افتخار کشوری که ولتر را به دنیا داد، یک تجلی دهنده نبوغ شکسپیر که حتی فاست گوته در مقابل عظمتش از پا افتاد. آن 4 نفر نابغه در این 40 میلیون نفر یافت نمی شدند که این 4 نفر چرا نبایستی زنده بمانند؟ برادران عزیزم، به خدا جنایاتی که در همین جنگ گذشته صورت گرفت برای 7 پشت زنده ها کافی است. بیایید به خاطر هرچی که برایتان عزیزتر است همه زرادخانه ها را به جای آدم ها بر سر توپ ها، تانک ها خراب کنید. گذرگاه نسیم بهار زندگی جوانان را به صفیر مرگبار گلوله ها مسپارید. حیف نیست این غنچه های ناشکفته قبل از رسیدن پاییز پژمرده شوند. شما را به خدا حیف نیست؟ اگر خدای نکرده کار این اختلافات بالا گرفت و بار دیگر شیپور گوشخراش جنگ به صدا درآمد و بار دیگر میلیون ها انسان به خاک و خون کشیده شدند، شما پاسخ خلق خدا، نه، پاسخ خود خدا را چه خواهید داد؟ مسخره نیست که شما مثل بچه ها به خدا بگویید که مثلا ما میخواستیم از دالان هوایی برلین رد شیم، اونا نذاشتن، ما هم زدیم تو سرشون. این مسخره نیست؟ در زمین خدا که هرچه دلتان میخواهد، هرچه نباید بکنید میکنید. حالا دیگر نوبت نقشه کشی آسمان هاست. برادران بزرگوار من، جداً فکر میکنید که این اختلافات را نمیتوان با 2 کلام حرف حسابی حل کرد؟ مگر شما به نام بنی آدم اعضای یکدیگر نیستید؟ آخرین دلیل شد که صرفاً به خاطر اینکه 4 عضو یک خانواده بزرگ در 4 خانه مختلف به دنیا آمدند، سالی 12 ماه تشنه خون یکدیگر باشند. بالاتر از این من نمیدانم چه احتیاجی دارید که نام ممالکی که شما فرمانروای آن هستید همیشه روسیه، بریتانیا و آمریکا و فرانسه باشد. آیا این کلمات به خودی خود معنی دارند؟ چرا نام کشورهایتان را کشور گوته، سرزمین تولستوی، زادگاه والت ویتمن یا مهد ورلن نمیگذارید؟ به خدا بیایید این کار را بکنید و مطمئن باشید که هرگز تولستوی به خود اجازه نخواهد داد که با توپ و تفنگ با احوال پرسی ویتمن برود و در خانه شاعران ورلن همیشه با کمال افتخار بر روی گونه بزرگوار باز خواهد بود. برای اینکه این انسان‌های ارجمند هرچند با سکه‌های مختلف اما قمار زندگی را به خاطر تجلی دادن لطف زندگی به مرگ باختند، نه به منظور توسعه دادن حدود خانه‌هایشان، با کوبیدن به مغزهای همسایه‌هایشان. برادران بزرگوار من، اگر اشتباه نکرده باشم این روزها نمایندگان شما در ژنو سخت گرفتار حل مسائل بین المللی هستند و باز اگر اشتباه نکرده باشم یکی از بغرنج ترین مسائل مسئله برلین است. باور کنید من هر وقت به اتکایی که شما هر یک به یکی از 2 آلمان موجود دارید و اینکه از یک طرف آلمان شرقی و از طرف دیگر آلمان غربیش را دوست خود میپندارید، فکر میکنم بی اراده خنده‌ام میگیرد. میدانید چرا؟ خیلی ساده است. شما بیایید برای امتحان یک مادر از آلمان شرقی و مادری دیگر از آلمان غربی انتخاب کنید. خواهید دید که هر دو چون یک روح عزادار در 2 کالبد آسی از همه شما متنفرند. تعجب نکنید، علتش ساده است.
برای ملت‌ها تا آنجا که مربوط به مرگ عزیزانشان است، علت‌ها مطرح نیستند، معلول مطرح است. شما خانه آلمانی‌ها را خراب کردید. مادران آلمانی را به خاک سیاه نشاندید. تمام شد و رفت. حالا این یا به خاطر آزادی بود یا به خاطر افسار کردن مشتی دیوانه هیتلری، این به مادرها مربوط نخواهد بود. کاش هنگام جر و بحث درباره این چنین مسائل این حقیقت را فراموش نمی کردید. برادران عزیزم، نمیدانم ناله های من تا چه پایه می تواند در قلب شما تأثیر داشته باشد. همانقدر میدانم که بدون تردید منظورم را از نوشتن این نامه درک کرده اید. و اما اگر احساس کردید که انجام هیچ کدام از این درخواست های من برایتان میسر نیست، استدعا می کنم این آخرین خواهش مرا بپذیرید. بیایید کلمه سربازگیری را با کلمه مادرگیری عوض کنید. به جای فرزندان ما خودمان را به جبهه ببرید که لااقل با هر فشنگ تنها یک نفر بمیرد. من چگونه به شما بفهمانم که با مرگ هر فرزند مادری هم میمیرد؟ خلاصه من حاضر نیستم فرزند من با تکه سرب لال بی هدفی که در قاموس سیاه جنگ به فشنگ معروف است بمیرد. اگر بناست فرزندم بمیرد، بگذارید یا خمسه نظامی او را بکشد، یا کلاغ ادگار آلن پو، یا پاتتیک چایکوفسکی، یا سمفونی ناتمام شوبرت. برای اینکه بیشتر از این وقت شما را اشغال نکرده باشم، با تجسم یک منظری ساده به نامه‌ام پایان می‌دهم و قضاوت پایان این تجسم را به خودتان واگذار می‌کنم. مجسم کنید تاج گلی زیبا و شاعرانه که می‌توانید به هر جا که مایل بودید بگذارید. نه زبان دارد که اعتراض کند، نه دست که به کنارتان براند. تعیین جای مناسب برای این تاج گل با شماست. خیلی خوب. از شما میپرسم کدام یک از این دو جا برای تاج گل زیبنده تر است؟ گردن سپید یک عروس یا سینه سیاه یک تابوت؟ پایان. نامه‌های سرگردان، نوشته کارو، گویش علی ازارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. خواب. صدا کردم، صدا کردی که خوابم. کبابم کردی ای دختر، کبابم. نپرسیدم دریغا گاه رفتن، که گر خوابی چنان دادی جوابم. سراب. گلی سرگشته در صحرای خوابی، قبول سحر یک دریا سرابی. فریق اشک خون بازم من اینجا، تو آنجا تشنه یک جرعه آبی. به نغمه ناله‌سوز گلها، بلبلها. دلکش. درباره این نامه، من سکوت را دوست دارم به خاطر ابهت بیپایانش. فریاد را میپرستم به خاطر انتقام گمگشته در عصیانش. فردا را دوست دارم به خاطر غلبه‌اش بر فلک کجمدار. پاییز را میپرستم به خاطر عدم اعتنایش به بهار. آفتاب را دوست دارم به خاطر وسعت روحش که شب ناپدید می شود تا ماه فراموش کند حقیقت تلخی را که از او نور می گیرد. زندگی ایدئال من است و من آن را تقدیس می کنم به خاطر اینکه روزی 1000 بار نابودش می کنند اما هرگز نمی میرد. و دلکش را محترم و گرامی می شمارم به خاطر آشناییش با زبان گلهای سرگشته و پژمرده و فغان صامت قلوب به خون آغشته و مرده. و این نامه را با او می نویسم. شاید بتوانم او را با زبان گلهایی که علیرغم یورش خزان هرگز پژمرده نمی شوند و قلوبی که پاره می شوند
100 پاره می شوند، آواره می شوند ولی هرگز بیچاره نمی شوند و هرگز نمی میرند. آشنا کنم. دلکش، خواننده گرانمایه، از اینکه شما را خانم دلکش خطاب نمی کنم از شما عذر نمی خواهم، چون من از زبان مردم با شما صحبت می کنم و مردم کسانی را که دوست دارند آنها را با نام بلافاصله شان می شناسند. مردم دوست ندارند که در مقابل صمیمیت ساده و یک پارچه‌شان نسبت به آنها که دوستشان می دارند دیوارهایی را که تمدن غرب به نام خانم و آقا در برابر محبتها بنا کرده ببینند. مردم وقتی که دوست می دارند دیوارها را، سدها را، هرچه را در مقابل دوستی آنها قرار دارد خراب می کنند. می فهمی دلکش؟ همانطور ساده بدون عذرخواهی خراب می کنند. و اکنون گوش کن دلکش، نمیدانم، باور کن، هیچ نمیدانم که شما چقدر میدانید که مردم چقدر شما را دوست دارند و چرا دوست دارند و بنابراین موظفم که کلامی چند نمیدانم از چقدر دور یا چقدر دیر، ولی به هر حال از اعماق سرگردانی یک روح سرگردان که فریاد انسانی او در پهنه یک ظلمت خفه کننده دست و پا بسته محکوم و اسیر با تو حرف بزنم. با تو درباره آنها که تو را خیلی بیش از آنها که در شبهای خوشگذرانی نغمه پرداز تو زندگی بخش ارواج مردهشان است میفهمند و درک میکنند حرف بزنم. من مانند اکثریت هموطنانم آنقدر گرفتاری و بدبختی دارم که متاسفانه کلمات هیچ یک از آهنگها را که شما خوانده اید به خاطر ندارم. مثلا از بانو تنها همین بانو به یادم است. دیگر این که در خاموشی این سکوت حزن‌انگیز که بر این قرن سراپا فقر و فغان سایه افکنده است. بانو طبق کلمات این آهنگ چه خاکی باید به سر بزنند؟ خبر ندارم. از بانو گرفته تا رعنا، از مریم گرفته تا ربابه. گفتم نمیدانم، ولی این نمیدانم زیاد یک پارچه و مطلق نیست، چون اگر این آهنگ ها را کلمه به کلمه به یاد ندارم حقیقت تلخ وحشتناکی همیشه و همیشه به خاطرم هست. میدانم که در این دوران تبهکار تمام چرخها بر مدار سکوت سکر آور نسیانها دور میزند. سکوت در مقابل بدبختی، سکوت در مقابل سقوط، سکوت در برابر مرگ، سکوت در مقابل همه چیز بد، همه چیز زشت. و میدانم که در این وادی بی منادی خاموشان، این بهشت فروشان، جهنم ژنده پوشان، همه جزاها، همه سزاها تنها و تنها به دو جای نامفهوم واگذار می شوند: دوزخ و بهشت او. بنابراین میدانم که اگر برفرض من آواز خوانم، باید همه آوازهایی که میخوانم به خاطر این رسوم پست و پست آفرین باشد. بانو باید بدون تردید در این کبر و دار گرسنگی ها نه هزار دل عاشق شود و معشوق او باید بدون تردید جفاکار از آب بدرآید. مدتی داستان عشق آنها همه زمین ها، همه آسمان ها را به گریه اندازد و بالاخره عمر بانوی بدبخت در بختی ها و ناکامی ها به سر آید. اگر میخواهم لذت زندگی را بدانم، اگر میخواهم که لااقل مدت محدودی در شمار هنرمندان بمانم، این است و چنین است آوازی که من باید بخوانم: عشق آسمانی. خاطرات جوانی، سرشک پنهانی و بالاخره در شبی تنها یک مرگ ناگهانی. این تکلیف من، تکلیف آوازخوان نوعی و تکلیف شنونده.
شنونده باید بشنود درد موهوم بانو را بر دردهای بیشماری که دارد اضافه کند. بالاتر از آن درد خودش را فراموش کند. صدایی اگر در خانه هست خفه کند. چراغی اگر دارد خاموش کند تا همه وسایل یک گریه مفصل و جگرسوز فراهم شود. آن وقت بشنید و بنالد که چرا بانو رفت. آن مرد جفاکار چرا بانو را برده و بانو چرا مرد. همین دیگر شنونده اگر می‌خواهد زنده بماند، اگر می‌خواهد که لذت زندگی، قدر زندگی را بداند، هرگز نباید جز این سوالات دیگری مطرح کند. به یک شنونده عادی چه مربوط است که اصولاً بانو کیست؟ زاده چیست؟ از کجا نان می‌خورد؟ در کجا بزرگ شده؟ سراپای وجودش در بازار حقیقت انسانیت چقدر ارزش دارد؟ و یا آن مرد جفاکار از کدام صیغه، از کدام طبقه است؟ روزی چند درخت از درختان فحشا در مزرعه دل ساده دلان گمراه و یا محتاجان بیپناه می‌کارد. یک شنونده عادی را با این همه سوالات اصولاً چه کار؟ او وضعش بد است، گرسنه است، در به در است و خانه به دوش. خیلی خوب. برای چنین کسی در چنین محیطی بر طبق نظام دنیای ما تنها خالی کردن بغض گلو مایه نجات است و محیط بانو می سازد. محیط بانو می تراشد. محیط قلب او را با درد بیپایه احمقانه می خراشد تا او بتواند اشک بریزد، تا اشکهای او آتش درد بیپایانش را خاموش کنند. بهتر از این چه وسایلی جامعه می تواند برای افراد خود فراهم کند؟ دلکش، خواننده عزیز، مردم تو را دوست دارند. باور کن، خیلی دوست دارند. من برای این محبت صادقانه مردم نسبت به تو که آنقدر خوب میخوانی، تو که آنقدر با شنای در بحر امواج نغمه ها را از امواج ناچیزش گرفته تا امواج موج آفرینشان خوب میدانی، برای این محبت انسانی در عین خوشحالی بی نهایت متأثرم. آخر دلکش، چرا باید مردم آنقدر در بدبختی غرق و غوطه‌ور باشند؟ آنقدر تشنه اشک، تشنه مرگ باشند که هرچه آنها را بیشتر و بهتر به گریه انداخت، او را بهتر و بالاتر از دیگرانش بدانند؟ چرا باید مردم از تو که خواننده عالی مقدار این اجتماعی تا شنونده‌ای که در اجتماع هیچ قدر و قیمتی ندارد با زبان اشکها آنقدر خوب آشنا باشند ولی یک کلام تمام هم نه، یک نیم کلام از الفبای نشاط را ندانند؟ چرا ندانند؟ این چه دنیای وحشتباری است که پاسداران جهل پرورش هرچه نغمه نشاط و زندگی هست در وسعت مرگبارش به خاک می سپارند؟ چرا خنده ها در این قرن اشکبار جز تسلیم شدن با مواج تلخ و خونین سرشک چاره ندارند؟ آخر چرا باید صدای دلکش به جای تخم نشاط، تخم امیدواری در قلوب این مردم قدرشناس انسان دوست، هرزه علف یأس و سرگیجه و سرشک تلخ و تلاش بدون نتیجه بکارند؟ مگر آخر مردم این بدنهای عریانی که پیراهن تنشان خاک و گل خیابان هاست و کف پای لختشان مدفن جگرسوز خار بیابان هاست، حق آشنایی با خنده ها را ندارند؟ گوش کن دلکش گرانمایه، مردم تو را دوست دارند برای آنکه صدایت انعکاس ناله های قلب آکنده از درد و محنت آنهاست. این آشنایی را حفظ کن ولی فراموش مکن تو هنگامی میتوانی این عشق مردم را نسبت به هنر خود پایدار نگه داری که ضمن اینکه با آنها به خاطر دردهای بیدرمانشان گریه میکنی، راه سد کردن سیل عشقها را، راه پروراندن نشاط و عشقها را، راه تلاش به خاطر زندگی را، راه رها کردن حقیقت در قید بندگی را به نوبه خود با آنها بیاموزی. اگر دلت خواست که واقعاً پی به حقیقت این حقیقت ببری، در یکی از شبها که در تالار یکی از مخازن متحرک خون مهنت دیدگان برای بزرگان قوم، برای برگزیدگان نغمه سردادی، یک بار مجلس را ترک کن. اتومبیل خودت را به خاطر مردم چند دقیقه فراموش کن. آن وقت
فکر مکن که مجبوری حتما پیاده تا گود زنبورک خانه راه پیمایی کنی. نه، همین زیر دیوار، همان بنا که هر یک از امواج نغمه های تو در صدها قدح زرینشان متلاطم می شود، زیر دیوار همان بنا تو بدون تردید نمونه ای از اجتماع واقعی ما را خواهی دید. انسان آفت زده بی صاحبی را که سگ آن برگزیده را به بازی گرفته تا شاید استخوان در هم شکسته را که دردهای سگ است نصیب شکم عزادارش کند. آن وقت برو و بخوان، برو و بگو که بانو هنگام عشق بازی و صحنه سازی نیست. بانو کمتر گریه کن، برو اشکها را با آسمان بسپار، بگذار با ریزش آنها تخمی که زادگان انسانیت، خیلی انسانها در شوره‌زار این شب ناپایدار به خاطر پایان دادن به بیقراری این زندگی بیقرار می‌کارند، زودتر بارور شود. اگر چنین کردی وضع طور دیگری خواهد شد. یعنی اکنون مردم تو را دوست دارند، ولی آن وقت تو دوست مردم خواهی بود. میفهمی دلکش؟ دوست مردم. پایان. نامه‌های سرگردان، نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. دریغ ربودم هرچه دل از من ربودی، ز من کم کردی و بر خود فزودی. به یادت دادم و دادی به یادم، دریغ از آن چه بودم آن چه بودی. پایان وفا. شدم ابری سیه در آسمانت، تو آبم کرده راندی ز آستانت. دلم در بود و در بانش تو بودی، دلم آتش زدی آتش به جانت. نامه یک دختر زشت به پروردگار. پروردگارا، این نامه را بنده ای از بندگان تو به تو می نویسد که بدبختی به مفهوم وسیع کلمه در زندگی بیپناهش بیداد می کند. به عظمت و عدالت تردید ناپذیرت سوگند. همین حالا که این نامه را به تو می نویسم، آنقدر احساس بدبختی می کنم که تصورش حتی برای تو که تنها پناهگاه تیر بختانی امکان ناپذیر است. میدانی؟ خدا سرنوشت دردناکی که نصیب زندگی تنهای من شده صرفاً زایده یک امر تصادفی است. مگر زندگی جز ترادف تصادفات چیز دیگری هم هست؟ نه، خدا، به خدا نیست. 28 سال پیش از این دختری زشت روی و ترشیده با پولی که از پدرش به ارث برده بود جوانی زیبا را خرید. نتیجه این معامله وحشتناک من بودم. بخت سیاه من حتی آنقدر به من یاری نکرده بود که وجودم تجلی دهنده زیبایی پدرم باشد. هنگامی که در 9 سالگی برای نخستین بار به آینه نگاه کردم، به چشم خود دیدم که چهره‌ام چرک نویس از یاد رفته است که از چهره وحشت انگیز مادرم به جا مانده. 13 ساله بودم که یک ورشکستی همگانی همراه با دارایی خیلی از ثروتمندان ثروت مادرم را هم برد و همراه با ثروت مادرم پدرم را. تا آن زمان علیرغم چهره زشتی که داشتم، زرق و برق ثروت هرگز نگذاشته بود که من در مقابل دخترانی که تو زیبایشان آفریده بودی احساس تحقیر کنم. تنها هنگامی که فقر سایه نامیمون خود را بر چهره زشتم افکند، برای نخستین بار احساس کردم که تا چه پایه محرومم. در دوران تحصیلی همیشه شاگرد اول بودم. چه شاگرد اول بدبختی. شب و روز سر و کارم با کتاب بود. همه تلاشم این بود که نقصان ظاهر را با کمال باطن جبران کنم. زهی تلاش بیهوده. دوران بلوغم بود. همه سلولهای بدن
درمانده‌ام از من و احساسات متقابلی می‌خواستند. دلم وحشیانه آرزو می‌کرد که به خاطر عشق یک جوان هر چقدر هم وامانده بتپد. نگاهم سرگردان، نگاه عاشقانه‌ای بود که با تصادم آن در زیر دلم یک لرزش خفیف و سکرآور وجودم را به رقص آورد. می‌خواستم و از صمیم قلب آرزو می‌کردم که هر یک از تپش‌های قلبم انعکاس ناله شبانه عاشقی باشد که کمال سعادتش تعقیب سایه یک عشق بود، عشق من. دلم می‌خواست از ماورا نفرت اجتناب ناپذیری که زایده چهره نفرت انگیز من بود، جوانی از جوانان روزگار دلم را می‌دید و می‌دید که دلم تا چه حد دوست داشتنی است، تا چه پایه می‌تواند دوست بدارد. در این دوران ظاهر پرست، دل صاحب دلان را آشنایی نیست. برغم آرزویی که داشتم هرگز جوانی سراغ جوانی مطرودم را نگرفت. نه دلی به خاطر تنهایی دلم گریست. تنها بستر تک افتاده‌ام می‌داند که شبها به خاطر آرامش دلم چقدر دلم را گول زدم. هر شب با او به دل بیکسم قول می‌دادم که فردا مونسی برایش خواهم یافت و همه روز به امید پیدا کردن قلبی آشنا، نگاهم نگران صدها نگاه ناشناس بود. ای سرنوشت علمبار، ای زندگی مطرود، در جستجوی دلی آشنا هر وقت هر کجا رفتم، هر کجا بودم، این زمزمه خانمانسوز به گوشم رسید. دختر خوبی است، بی نهایت خوب، اما افسوس که زیبا نیست، هیچ زیبا نیست. تنها تو میدانی خدا که شنیدن این چنین زمزمه اندوهبار برای دختری که از زیبایی محروم است چقدر تحمل ناپذیر و شکننده است. و این پروردگارا، به عدالتت سوگند که شوخی نیست، شعر نیست، تراژدی خلقت است، تراژدی زندگی است. خداوندگارا، اشتباه میکنم، اینطور نیست؟ 18 ساله بودم که تحصیلاتم به پایان رسید. بیشتر از آن نمیتوانستم به تحصیلاتم ادامه دهم و نه میل داشتم این کار را بکنم. مادرم میل داشت این کار را بکنم. مادرم میل داشت که تکلیف آینده من هر چه زودتر تعیین شود. آینده؟ چه آینده؟ کدام آینده؟ مشتی موی کس کرده، یک جفت دست کج و معوج نازک، یک بینی پهن توسری خورده با 2 دیده لوچ و قلبی گرسنه در سینه مطرود و تهی یک زندگی هیچ و یک زندگی پوچ. چه آینده‌ای میتوانست داشته باشد جز حسرت سینه سوز، عزلت شباب شکن، اشک پنهانی. نگاه‌های نگران و ترحم آمیز مادرم بدتر از همه چیز استخوان‌هایم را آب می‌کرد. هیچ دلم نمی‌خواست قابل ترحم باشم، اما مگر با خواستن دلم بود. قابل ترحم بودم. علتش هم خیلی ساده بود. نه ثروتی داشتم که به تقلید از مادرم مردی را بخرم و نه خداوندا، درباره زیبایی دیگر چه میگویم؟ با خاطره بی نهایت نگران و آشفته برای تسلی دل تسلی ناپذیرم به شعرا و نویسندگان بزرگ پناه بردم. چه شبها که در دوزخ دانته هاج و واج ماندم و سوختم و در عزای مرگ جانخراش گوریوی واژگون بخت، چه فلسفه های وحشتناک درباره کمدی زندگی و طمع بی پایان زندگان از چرم ساغری بالزاک اندوختم. با حافظ شیراز بر تارک افلاک با فرشتگان سرگشته هم پیاله شدم. در اتاق ماتم زده‌ام چه ساعتها که به خاطر قهرمان اتاق شماره 6 گریستم. مدتها دیکنز، دوش به دوش داستایوفسکی دل در هم شکستم را با آتش آشیانسوز قهرمان تیر روزشان کباب کردند. پهلوانان یأس‌آفرین کافکا،
آخرین ستون امیدم را به سر زندگی نومیدم خراب کردند. خداوندا، دیگر چه بگویم؟ چگونه بگویم که چند سالی متوالی برای تسلی دلم از یک طرف و پیدا کردن راه حلی برای مشکلی که داشتم جز خداوندان زمین و مونسی نداشتم، تا اینکه یک بار احساس استخوان شکنی سراپای زندگیم را تکان داد. یک وقت عملاً دیدم که دارم پیر می شدم و هنوز جای پای هیچ مردی در بیکران بی آب و علف زندگی سرسام گرفتم پیدا نیست. تنفر شدیدی نسبت به هرچه شاعر است و نویسنده است در من به وجود آمد، چون یک باره به خاطرم آمد که این انسانهای معروف که ظاهراً خدای معنویات هستند هرگز صمیمانه درباره تیره بختانی چون من که تنها گناهشان فقدان زیبایی ظاهر است نگریستند. هرگز نخواندم که یکی از آنها عاشق دختر زشت رویای چون من شده باشد، و اگر تصادفاً همچنین کاری کرده‌اند پایش بر اساس ترحم بوده، نه محبت. ترحم. آری خداوندا، قلب هیچ کس نباید به خاطر من، به خاطر قلب من بتپد، برای اینکه اصلا نیستم. نه خدا منهای زیبایی، مفهوم زن چیست؟ من چیستم؟ در حیرتم. پروردگارا، مگر هنگام آمدن من این حقیقت برای تو آشکار نبود؟ مرا چرا آفریدی؟ برای چه؟ برای که آفریدی؟ برای نشان دادن عظمت و قدرت و زیبایی؟ برای این کار وسیله دیگری جز زشتی، این منبع تیره بختی زندگی تیره بخت من نداشتی؟ پروردگارا، من متاسفم که تحمل زندگی با این همه خفت از توان من خارج است. من همین امشب به آستان تو برمیگردم تا در ساختمانم تجدید نظر کنی. این سینه خشک به درد من نمیخورد. من پستان لازم دارم، یک جفت پستان سفید و برجسته که شکافشان بستر شهوت شبانه جوانان هوسران این دوران باشد، جوانانی که عظمت عشق را بر غم صفای دل در برجستگی پستانها جستجو می کنند. من موی سرکش و پریشان می خواهم تا هر یک از تارهایشان را زنجیر بندگی 100 دل هرزه پرست سازم. این فکر عمیق به درد من نمی خورد. بچه دردم می خورد. من فکر بچگانه می خواهم که با یک اشاره به خاطر هوسی موهوم دل به هر کس و ناکس ببازم. پروردگارا، من امشب رهسپار بارگاه تو هستم و این گناه من نیست. مرا به خاطر گناهی که ندارم ببخش. پایان. نامه‌های سرگردان، نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. شراب. بده ساقی شرابم ده شرابم، به بد مستی خرابم کن خرابم. چه باکر پخش گشتم بر تن خاک، مگر من به زنور آفتابم. فردا. در این دنیای بی فردای فانی، به جز فردا بگو دیگر چه دانی؟ همش فردا. چرا فردا؟ چه فردا؟ خدا مرگت دهد ای زندگانی. نامه یک کتاب فروش به یک می فروش. مدت هاست هیچ مسلمانی، هیچ کافری پیدا نشده سری به این کتابخانه بدبخت بزند. همسایه خوشبخت من، ای پیر می فروش، کاش می دانستم آنچه را که می خواهم امشب با تو به میان بگذارم از کجا شروع کنم. متاسفانه نمی دانم، برای اینکه آنقدر احساس حقارت و بدبختی می کنم که می ترسم این ورق پاره های سپید تحمل سیاهی بدبختی را که بناست در این نامه خلاصه شود نداشته باشند. با تمام این احوال آنچه مسلم است، من باید هرچه اشک ماتم زده در سینه مسلول این کتاب ها موج می زند
به عنوان سکرآورترین شرابها چکه چکه به گلوی این اجتماع منجمد فاقد احساس که چرخ تمنایش به طور وحشیانه‌ای بر مدار لذت موقت نفسانی میچرخد فرو ریزم. میدانی چرا؟ برای اینکه امشب آتش شریان چکن غمی سینه سوز عروق تن یخ بسته‌ام را با هر چه خون سرگشته در آنهاست به گریه انداخته. من سراپا زبانم امشب، تو سراپا گوش باش. سر تا پا گوش ای پیر می فروش. من دیگر به طور جبران ناپذیری از این اجتماع بیزار شدم. آخر درد مرا تو چگونه میتوانی احساس کنی؟ تو از کجا میدانی که همه شب، هر شب، هنگامی که جرنگ جرنگ پیاله ها میزده در کشمکش ناله های مشتی هدف گم شده و ایدئال منحرف و محکوم در میخانه خوشبخت تو بیداد می کنند، در خلوت محزون کتابخانه من این آشیانه متروک خدایان ادب از شیون تنهایی چه محشری برپاست. آخر فکرش رو بکن، شوخی نیست. مدت هاست هیچ مسلمانی، هیچ کافری پیدا نشده که سری به این کتابخانه بدبخت بزند و از این همه شاعر و نویسنده بزرگ که در گذشته های بشری لنگرگاه کشتی طوفان زده احساس طوفانزایشان ماورای افلاک ورای لامکان بوده است. از این انسانهای بزرگوار، این نیازمندان بی نیاز، از لئوپاردی ایتالیا گرفته تا ویتمن آمریکا، تا ورلن فرانسه، تا لورکای اسپانیا، تا حافظ شیراز، بپرسد که در این بیکران قیامت جهل کنج ماتمکده دانایی با آن همه شور، آن همه شیدایی چه کار می کنند؟ ای تکیه گاه سرگذشت های سرنوشت بدوش، با تو هم ای پیر می فروش. به خدای تردید ناپذیر بالزاک سوگند، هر کس در چهارچوب در هم ریخته این تعلم با اشک آمیخته با احساس من شریک نباشد، منکر همه عواطف و احساس انسانی است. آخر من چگونه بگویم، با که بگویم، با چه روی بگویم که سالهاست تنها شکننده سکوت محفل ماتم زده این خدایان بنده گم کرده ادب، موشهای گربه ندیده عبید زاکانی هستند. تصور بدبختی را بکن. موشها، مونس خدایانی که قرن هاست همه فرشتگان آسمانی با شراب شعرشان مستند. ای خاک بر سر ما. به تاریخ این نامه نگاه کن. نگاه کردی؟ میدانی امروز چه روزی است؟ روزی است که از یک طرف قیمت هر شیشه شراب 2 برابر شده است و به همین تعداد شرابخواران از طرف دیگر فرزندان ناخلف این اجتماع منحت خرمن احساسات صدها شاعر و نویسنده بزرگ را که سنگینی همه ستاره ها و سیاره ها در مقابل عظمت آسمانیشان پر کاهی بیش نیست، در ماتم یک بازار کساد کیلو کیلو در طبق فساد به بازار جهل عرضه می دارند. پیر می فروش، تو می فروشی. احتمال دارد مقصودم را آنچنان که باید و شاید درک نکرده باشی. بگذار ساده تر بگویم. این نامه را در غروب خزان زده روزی به تو می نویسم که همه کتاب فروش ها که من متاسفانه یکی از بدبخت‌ترین آنها هستم کتاب‌هایشان را حراج می‌کنند. تصورش را بکن، چه بازار دلازاری. مردم بخرید. بالزاک 15 ریال، داستایوفسکی 10 ریال، تولستوی 6 ریال، بها 2 ریال، ابوریحان بیرونی مفت. ای پیر میفروش، به نگاه نگران مادران دیده به در، به آوارگی احساس واخورده میخاران نیمه شب‌های در به در، به جهل فلک آشیان و دانایی خاک بر سر سوگند، هرگز نمیتوانم آنچه را که هنگام حراج کتابها در قفسه های رنگ و رو رفته کتابخانه‌ام گذشت مجسم کنم. تنها خدا شاهد آن است که من محکوم تحمل چه کابوس سرسام‌آوری بودم. همزمان با صدای ناهنجار چوب حراج شیون ناقوس مرگ در معبد همه خدایان ادب طنین انداز شد. در بیکران دنیای خدایان عزای همگانی اعلام شده بود. هر یک از آنها به طریقی بر سرنوشت دردناک آثار خیش می‌گریستند. خیام پاک دیوانه شده بود. از یک طرف به من التماس می‌کرد که اگر به سرنوشت این قوم رحم نمی‌کنی، به گذشته‌های پر افتخارش رحم کن. به این آسانی، به این ارزانی مفروش. از طرف دیگر مشتریان بدبخت
تو را که زمانی مشتریان خوشبخت من بودند مخاطب قرار داده فریاد می‌کشیدند: شرنگ شهدآفرین، افتخاری که فردوسی طوسی برغم ترک تازی‌های پارسی شکن عرب منحوس برای شما کسب کرد، بر سر مستی خانه برباد ده شما حرام باد. همزمان با عصیان خیام، ای پیر میفروش، چگونه بگویم که چه دیدم؟ میدانی چه شد؟ پارچه سپیدی که با حروف درشت حراج کتابها را اعلام می کرد یک بار سیاه شد و من در منتهای بیچارگی آن انسان بزرگوار را که جهانی را با پارسی زنده کرد دیدم که سرافکنده و مفهوم آن پارچه سیاه را به سینه گرد و خاک گرفته کتاب جاودانی خود می‌زند. آن طرفتر در یکی از قفسه های پرت فاجعه دیگری در جریان بود. گوته گریبان حافظ را چسبیده بود که برادر، دیوان شرقی، مرا به من بازگردان. من هرگز تصور نمی کردم تو پدر روحانی فرزندانی آنقدر ناخلف باشی. و حافظ بهت زده و حیران زار زار می گریست. اعتراض گوته هیچ، اما گریه حافظ روزگارم را سیاه کرد. از مشاهده اشک‌های حافظ آنقدر گریستم که یک باره عملاً احساس کردم که دیگر زنده نیستم و اکنون که این نامه را می نویسم به حقانیت آن کتاب آسمانی که حافظ سوره به سوره، آیه به آیه از برش می داشت، اکنون که این نامه را می نویسم من خودم نیستم. روح سرگردان هوگو هستم که در کالبد ژان والژان باره کمرشکنی از آثار نوابغ عالم به دوش در زیرزمین‌های تاریک پاریس پی گوشه خلوتی می‌گردد تا همه نوابغ عالم را پیش از این که ارزش آنها تا قیمت یک شیشه شراب تنزل نکند به خاک بسپارد. همسایه خوشبخت من، ای پیر میفروش، از شدت هجوم اشک‌ها چاره‌ای ندارم جز این که نامه‌ام را به پایان برسانم. در پایان نامه می‌خواهم از تو خواهشی بکنم. نمیدانم انجامش برای تو میسر خواهد بود. میدانی؟ از تو میخواهم که امشب 10,000 شیشه شراب تلخ بدون دریافت پول برای من بفرستی. میخواهم امشب تمام خدایان عزادار را مست کنم تا بخندند، بگریند، بخندند به یاد آنچه زمانی بودند، به خاطر آنچه زیستند و بگریند به حال اجتماعی که کار فرهنگ جاودانیش به جای رسیده که به قیمت آبروشان به هر فلاکتی هست. اگر قیمت شراب 4 برابر آنچه هست بشود، باز هم تو را ای می فروش پیر تنها نمیگذارند، در حالی که عصاره خون سینه مسلول چخوف را به قیمت یک پیاله می خریدار نیستند. نامه‌های سرگردان، نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. جناق هماغوش زنی مات و سیه پوش، سحر کردم شبی را مست و مدهوش. سحر شویش ز قبری ناله می کرد، مرا یاد و تو را باد فراموش. تولد مرگ. شبی کو را به گردش برده بودم، به سرحد جنون می خورده بودم. ز ترس مرگ من مرد و ندانست، من از روز تولد مرده بودم. به عشق سرگردانم مارلن نازنین من، مارلن نازنینی که دیگر مال من نیستی. نمیدانم حالا که این نامه را به تو می نویسم تو در جستجوی کدام آرزوی گمشده خودت و خود آرزوی گمشده کیستی، ولی هر جا با هر کی هستی باید به خاطر همه آن شب‌های سرسام گرفته که تا سپیده صبح به خاطر تو دیوانوار گریه می کردم، اکنون پس از سالها خاموشی یک بار حرفای مرا گوش کنی. حرف نه،
به دردهای سینه خراش دلم، دل طوفان زده طوفان زایم که من اینک آهنگ فریاد فراموش شده اش را برای تو می سرایم. از من انتظار نداشته باش که سراپای این اوراق در هم ریخته را که بناست فریاد قلبم در سپیدی رویشان سیاهی درد بیپایان مرا ناپدید کنند، با توصیف زیبایی های تو سیاه کنم. من دیگر آن انسان تو سری خورده مأیوس و تنهای سابق نیستم. گذشت زمان در اعماق وجود من، در پریشانی روح پریشانم، در تار و پود من آتشی شعله ور ساخته که هر شعله‌اش عصاره صدها هزار کینه و هزاران هزار عشق انسانی است. وجود من اکنون حصار فولادی نیست که اشک عجز در 4 دیوار شکست بر ندارش زندانی است و قلبم سرچشمه آهنگ‌هایی که نغمه‌های شب زنده‌دارشان مقدمه‌ای بر پایان وحشتناک این شب وحشت زده ظلمانی است. و تپش قلبم همان که در گذشته‌های پوچ، گذشته‌های هیچ، بستر در هم ریخته مشتی عشق و اشک آسمانی بود. تپش همان قلبم امروز فریاد ظلمت شکن طبل عصیان حقیقت یک عشق جاودانی است. عشق با انسان، به سرنوشت انسان به فردایی که در پهنه عشرت بارش اشک‌های حسرت، اشک‌های فقر و دربدری جز دامن پاره پاره نظام سرمایه در دیدگان هیچ ستمکشی آشیان ندارند. عشق به فردای خانه بدوشانی که امروز نان خشک را به جای پنیر با نانی که خشک نیست میخورند، مهازا پای در زنجیر زر در پریشانی بیابان بی آب و علف امروز سبزه های سپید دم فردا را میکارند. با وصف آنچه گذشت فکر نمی کنم دیگر انتظارات گذشته را از من داشته باشی، ولی شاید نپرسی پس مقصود من از نوشتن این نامه چیست. خیلی خوب، گوش کن. اگر فراموش نکرده باشی تو چند سال پیش وقتی میخواستی برای همیشه مرا، وجود منقلب و تشنه به زندگی مرا ترک کنی، تنها دلیل تو برای انجام این مقصود این بود که من دیگر مثل سابق به تو نمیرسم، که من آنقدر اسیر سرنوشت هم میهنان فلک زده هم شده ام که دیگر نمیتوانم مثل سابق تو را دوست بدارم. حقیقت بود. حقیقتی بود که وجود داشت. طوفان زندگی، سنگ قبری را که وجدان من به فرمان پاسداران دنیای کهن زیر خروارها خاک، خروارها لجن، خاک نومیدی و لجن بیخبری خوابیده بود، با یک ضربه به ناگهان از جای تکان داد. وجدان خفته‌ای بیدار شد و تو که مثل خیلی از زنان پنبه شهوت به گوش و محبت به دوش ما، از بیداری وجدان انسانی که زمانی سراپای وجودش غرق در سرشک ماتم دریای ماتم زده بود که تو بازیچه های خودت، انسانهای بیخبر از همه جا، انسانهای مأیوس و بیچاره را که حدود دنیای زندگیشان از شکاف دو پستان یک زن خودپرست تجاوز نمی کند، این چنین انسانهایی را با موج مرگ می سپردی. تحمل عظمت چنین وجدانی برای تو تحمل ناپذیر بود. تو دوست داشتی که من و همه شعرا در وصف تلخی اشکهایی بنویسیم که مشتی موجودات واخورده در ماتم مشتی خاطرات پوچ و به خاک سپرده روی لاشه عشقهای مرده میبارند بسرایم. و منم خواست تو را تا وقتی وجدانم بیدار نشده بود سربسته انجام میدادم. میدانی یعنی چه؟ یعنی این که تو را این اجتماع جنایت پرور بدون آنکه بدانی چه وقت و چگونه جنایتکار بار آورده بود و تو آنقدر تابع این نظام غلط بودی که خودت هم غیر مستقیم جنایتکار میپروراندی.
نمیدانم آنچه میخواهم بگویم برای تو قابل قبول هست یا نه، ولی مرا تو تا هنگامی دوست داشتی که جنایتکار بودم. آخر مارلین، شاعری که در گیرودار این همه ناراحتی، این همه شکوه و شکایت و بدبختی، این همه فریاد راه گم کرده، این همه اشکهای آشکار و پنهانی در سرزمینی که سر بی سامان، زمین آن بازیچه تنابدار تیره بدبختی هاست، همه زجرها را، همه ناله های بی صاحب و سرگشته را، همه آرزوها و امیدهای قلوب در وادی فقر گمگشته را فراموش کرد و سراپای هنرش را پارچه زیر پای هوسی که نجبای دوران پاره شدن زنجیرها عشق و محبتش مینامند ریخت. چنین شاعری اگر جنایتکار نیست پس چیست؟ مارلین، تو را به شرافت مظاهر گمنام شرافت قسم. خب بگو، صرف نظر از یک عده محدودی که بنای زندگیشان تابوت سرنپوشیده صدها مرده متحرک است. ببین اکثریت مردم در کجا زندگی می کنند. تو فکر می کنی این بیغوله ها را می توان حتی بیغوله نامید؟ باور کن نه. اکثریت مردم ما در قبرهای وارونه زندگی می کنند. می فهمی چه می گویم؟ قبر وارونه. آن وقت تصورش را بکن که یک شاعر، یک هنرمند چقدر باید شهوت پرست و پست و شهوت پرست باشد که در سوز این سرمای زمستان روی برف، روی کفنی که طبیعت بر روی این اجساد متحرک کشیده است بنشیند و به خاطر چاک 2 پستان نوحه سرایی کند. آخر از کجا معلوم است که چشمان این بتولها، سینکه ها و گلی ها 1000 بار از چشمان تو و امثال تو زیباتر نیست؟ ولی کجای این دنیای پست قدرت و فرصت نگاه کردن را به آنها می دهد که کسی پی به جذبه نگاهشان ببرد؟ این پستانهایی که هرز درایان هرز پرور فریاد زیباییشان را به 7 آسمان تخیلات شاعرانه رسانده‌اند مگر منحصر به یک عده محدود است؟ مگر یک زن بدبخت پستان ندارد؟ مگر ندارد؟ پس اگر ندارد کدام زن بدبخت گرسنه با 1000 فلاکت و تیر روزی این باغبانها را شیر داده است که درختهای کاشتهشان سایبان عشق تو و امثال توست؟ چرا درباره آغوش این زنان که سازندگان واقعی دنیا می پرورانند هیچ شعری سروده نشود، ولی در اطراف گرمی زنان که آغوششان پناهگاه شبهای مستی مشتی بوزینه زرین پوش شرافت فروش است کتابها نوشته شود؟ چرا؟ این چراها را وقتی انسان با سازندگان آهنگ زیبایی، چاک پستانها و سپیدی، مثلا بلورین رانها به میان میگذارد میگویند چه می شود کرد؟ بالاخره این خواست روزگار است. هر کسی را قسمتی است و هر قسمتی را سرنوشتی، ولی من نمیتوانم زیر بار این مهملات بروم، چون اگر آنها نمیخواهند بدانند من خواستم و دانستم که در همه جا، هر جا که رنج انسانها طغیان کرد و جوشید، قسمت موهوم را زیر پای خود له کرد، خواست روزگار را به فرمان خواست ستمکشان کوبید، هر دو را با هم. در واپسین لحظات شب خاموشی ها در قبرستان تاریخ به خاک فراموشی ها سپرد و روی سنگ جسد سردشان با خون نوشت سرنوشت. پایان. نامه‌های سرگردان
نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. تسلیم. اگر خاکم به سر خواهی قبوله، بیا خاکم به سر کن کوله کوله. تو رفتی رفتم و مردم بخاری، خدا خارش کنه تقصیر پوله. شب زفاف. سکوتی بود، آیی بود و ماهی، سرشکی بوسه‌ای، آهی نگاهی. سکوت افسرد آب افسرد و مه رفت، سیاهی ماند خون پالوده راهی. به برادر هنرمندم ویگن. ساز هجران گیج و حیران در شکست دست، با فغانی سینه سوز و تیر روز و مست. پیکرم تابوت مرگی بر تن شباب، نیمه جان شباب پیری زندگی بر آب. دیده خونین جوی آب و سینه آسیاب، سر به سنگ و پای لنگ و آشیان خراب. هر امیدم برگ بیدی در سپاه باد، قطره خون ناپدیدی در نگاه یاد. هست من سرای مات هستی عدم، دست من عصای مست مستی فساد. با چه روزی با چه سوزی میزنم به ساز، میشکافم قلب شب را در تب نیاز. که رمیده ابر تار از چنگ آفتاب، مظهر غروب عشق و منبع عذاب. تشنه لب سرشک غلطان بر کف سراب، بخت من ای ساربان کاروان خواب. با تو هم ای بخت من ای بخت شب پرست، در بسیط روح مستم شکوه ها که هست. شکوه ها از این محیط شکوه سوز پست، که از فسونش پشت من با مشت من شکست. سرنوشتم تیره شد در قهر سرگذشت، وه چه دانی بخت من چه ها به من گذشت. ویگن. برادر نازنینم، تو که این نامه را میخوانی خوب میدانی چرا آن را بدون مقدمه با این شعر ناتمام شروع کردم. اگر به خاطرت باشد این شعر ناتمام را 5-6 سال پیش از این به خاطر تو ساختم و هرگز آن را تا به امروز در هیچ یک از مطبوعات منعکس نساختم. این قولی بود که همان سالها به تو دادم. تو آن روزها دردناکترین، غم‌انگیزترین و حسرتبارترین سالهای عمر خود را می‌گذراندی. آن روزها در بسیط فراموش شده گمنامی و شکنجه فقدان یک زندگی نسبتاً راحت به خاطر هیجان زایده از ناکامی‌ها، میان مستی‌ها در بدری‌ها و ناچاری‌ها، ساز تو سوز دیگری داشت. به طور کلی یک ناله آشیان به دوش خیلی سوزناکتر از ناله است که در قلب هزاران نفر مرد و زن آشیان دارد. من این شعر را آن روز به خاطر سوزناله‌های گمنام تو سرودم و بنا شد تا روزی که به جایی نرسیده ای به چاپ نرسانم. امروز رسیده ای، بنابراین برویم سر مطلب. ویگن. تو و من دو پاره سرگردان از قلب سرگردان تری هستیم که در سینه در هم شکسته مادر ناکاممان میتپد. دو پای سرگردان از یک قلب آشنا، یک قلب انسان. در این صورت خیلی خوب میتوانیم یکدیگر را احساس کنیم، درک کنیم. برگردیم به عقب، به سالهایی که هر دو بچه بودیم و در بیکران اضطراب و وحشت گرسنگی و ناچاری در تنگنای یک اتاق ماتم زده که پناهگاه 8 موجود بی سرپرست بود، من و تو آینده خود را یکی در زیر و بم تنهایی سرگردان موسیقی کلاسیک و دیگری در سرگردانی کلمات اوراق پراکنده آثار بزرگان گذشت. جستجو می کردیم.
پوشکین به خاطر اوژن اونگین، جاودانیش خدای من بود. و چایکوفسکی به خاطر اپرایی که از این اثر ساخته، خدای تو. تنها تو میدانی و من و تو یک نفر دیگر، مادر ستم دیده من که من و تو روشنایی آینده خود را در پهنای آسمانی جستجو می کردیم که آفتاب نداشت. آسمان استعداد فاقد وسیله پرورش. آن روزها جولانگاه تپش قلب ملتهب و دیوانه ما، خانه توسری خورده گمنامی در یکی از محله‌های فراموش شده و متروک تبریز بود. آن روزها سرابهای وجود تو در تلاطم دریایی از سرشک حسرت یک پارچه هذیان بود، یک پارچه تب، هذیان فراق سعادت، تب اشتیاق وصالش. و اما امروز در کنار گروهی هنرمند معروف، یکی از هنرمندان معروف این که مهنت زده ای و به خاطر همین معروفیت توست که لازم دانستم چند کلامی همانطور ساده با تو به میان گذارم. گوش کن ویگن عزیزم. این که در این نامه قبل از همه چیز شمه ای از گذشته های خودمان را به یادت آوردم، خواستم به تو یادآوری کنم که تو معروف ملتی هستی و خواستم بدانی که در سالهای گذشته اگر در زندگی تو بر حسب تصادف آنچنان تغییری حاصل شده که از بی نهایت گمنامی یک باره به نهایت شهرت رسیده ای، این دلیل بر این نیست که همه چیز در این مملکت تغییر کرده است. باور کن ویگن، همین حالا که تو در اوج شهرت به وسعت همه اشک‌هایی که در گذشته‌های گمنام ریخته ای مستانه میخندی، همین حالا چه بسا استعداد انسانی که در سرتاسر این در منتهای مذلت و تیرروزی پای دیوار شکاف در شکاف کلبه فقر حسرت زده و ناکام میمیرند. چه بسا صداها و سازهایی که انعکاس ناله‌های خود را در نیمه شب گرسنگی‌ها از مشتی سرشک گرسنه تحویل میگیرند، مثل گذشته‌های تو. پایه معروفیت تو و همه هنرمندان معروفی که امروز داریم بر شکست ستون فقرات گمنامی این استعدادها استوار است. در بالا گفتم که موفقیت تو بر حسب تصادف حاصل شده است. راست میگویم. تجلی استعداد در محیطی که سرنوشت انسان بازیچه مشتی طفیلی فاقد همه چیز است. طفیلی های فاقد همه چیزی که خون شریان سیفیلیتکشان عصاره اشک باغبان بیچیز تاکستان‌های عراق است. در محیطی که هر کس پشتوانه تلاشش طلا نبود، حسابش با زندگی و هرچه مربوط به زندگی است پاک است. در چنین محیط فاسد وحشت انگیز، شکفتن استعداد فرزندان فقر صرفاً یک امر تصادفی است. باری به هر جهت، برادر هنرمند معروفم، ویگن عزیزم، تمنا میکنم تصور نکنی که با نوشتن این نامه میخواهم فیلسوفانه خط مشی جدیدی برای زندگی تو تعیین کنم. هدف من از این نامه تذکر پاره‌ای از مسائلی است که امروز هنر دنیای ما را به سرگیجه‌ای تحمل ناپذیر مسخره و پاره‌ای اوقات مشمئز کننده دچار ساخته. تصورش را بکن ویگن. ما در دورانی زندگی می‌کنیم که آهنگساز بزرگی چون سیبلوس بی سر و صدا می‌میرد. اما برای پسرک بی‌هنری به نام الویس نمی‌دانم چه، در کشور ماورای دریاها مطبوعات دنیای سرمایه‌داری چنان شهرتی آفریدند که وقتی بنا شد برای مدتی کوتاه جای گیتارش را به تفنگ بدهد، صدها زن احمق عزا گرفتند. بر مرگ سیبیلوس جز روح هنر اصیل، هنری که امروز اصالت آن برغم سرگردانی روح اسکارلاتی ها و باخ ها و بتوون ها، بازیچه الویس ها و
بنیگودم ها شده است. هیچ کس اشک نریخت که دختران بابا گوریو به سر بابا آوردند. دورانی که نوشته های صادق هدایت، این نویسنده انسان، این نویسنده واقعا بزرگ در زمان حیات که هیچ هنوز هم که هنوز است به اندازه آثار جاودانی یکی از نویسندگان که بوف کور را محکوم می کند و پاره ای از مجلات ما که چک نویس مبتذلی از مطبوعات جنجالی آنسوی دریا هستند، عقاید ایشان را با جلال و جبروت به خورد مردم می دهند. تبلیغات چی نداشته است. در چنین دورانی ویگن عزیز، شهرت خود به خود نمی تواند ضامن شخصیت هنری یک هنرمند باشد و بدین وصف یک انسان هنرمند چنانچه شهرت تنها را پایه موفقیت خود دانست، بزرگترین جنایت‌ها را نسبت به هنر خود روا داشته است. تا آنجا که مربوط به اکثر مطبوعات دنیای امروز است، دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، ستایش هنر یک هنرمند تازه به دوران رسیده قبل از آن که هدف انسانی شناساندن هنرمند را به مردم داشته باشد یک خبر تازه است. مطبوعات همیشه پی خبر تازه می‌گردند و من تاکنون سراغ ندارم که در کشور ما هنرمندی حد اکثر بیش از 2-3 سال تازه مانده باشد. برای تازه ماندن ویگن عزیز، تلاش ممتدی لازم است که هیچ ارتباطی با جار و جنجال موقتی بر سر نام یک هنرمند ندارند. ویگن جان، آنچه میخواهم به تو گفته باشم و به وسیله تو به پاره‌ای هنرمندان معروف امروز این است که دلتان را با این سر و صداهای موقتی خوش نکنید. برای زنده ماندن، برای جاودان زیستن، مدتها مردن، سالها سعادت و شهرت موقت را به خاک فراموشی سپردن، امری است اجتناب ناپذیر. تو حنجره داری و این حقیقتی است غیر قابل انکار. آرزو میکنم که حنجره‌ات گذرگاه‌ها یهویی ساخت مطبوعات نشود. کادر آرزوهایت را وسیع کن و قبل از آن که دچار شهرتی از قبیل شهرت الویس پریسلی شوی، برو پی کاروزها و شلیاپینها. در این راه دشوار احساس انسانی مردم کوچه و بازار مشوق بیدریغ تو و امثال اوست. تو زاده رنجی مثل اکثر هنرمندان واقعی. برای زادگان رنج شهرت در دنیای کنونی اگر مایه ناراحتی نباشد، زیاد هم مایه افتخار نیست. ابدیت را داشته باش. بگذار اطلاق کلمه هنرمند همچنان که شیر مادرت برای تو حلال بود، بر کاری که در پیش داری حلال باشد. و اما راجع به شعری که در این نامه هست، این شعر ویگن عزیز با اجازه تو دیگر مال تو نیست. از این پس این شعر به ویگن‌های گمنام تعلق دارد، کما اینکه من آن را سالها پیش برای ویگن گمنام سرودم. سلام بر تو و بر نغمه‌های عشق‌آفرینت. سلام به آینده درخشانی که در انتظار توست. پایان. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com نامه‌های سرگردان، نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com
قلب ساده. دلم چون سنگ زیر پا فتاده است، سوار عشق تو قلبم پیاده است. چو سگ دنبالت هر جا که میری، خدایا قلب بدبختم چه ساده است. تقدیر. به پای بخت بد پایم به زنجیر، اسیر عالمی افغان شبگیر. مسلمانم من آخر نامسلمان، ولم کن مردم ای تقدیر تقدیر. به عصاره محرومیت زایده از یک دوران غیر انسانی، مظهر متحرک یک پارچه آتش پنهانی. به یک کارگر ساده آبادانی. من این نامه را به من و آن تو نوشتم. درباره این نامه: دوست کارگرم، ای آشنای ناشناس، باور کن هیچ نمیدانم این نامه را با چه آدرسی برای تو بفرستم. آبادان خیلی خوب. آن وقت کجا؟ آخر تو انسان ستم دیده هیچ خانه داری که آدرس هم داشته باشد؟ کاروان، ای کاروان ماتم زده، ای رود خانه با ابهتی که دست ستم بارها به صورت پرچین و چروکت سیلی زده. این را به خاطر شاعری که سرچشمه الهامش نامه‌های سرگشته در گذرگاه خیل گرسنگان است، به سینه امواج سرسام گرفته‌ات بفشار. بفشار. بفشار و ببر آنجا، در آن جهنم شکنی که در آباد خراب کن خراب آباد موسوم به آبادان، حسیر آبادش می نامند و به یکی از هزاران کارگر ستمکش گمنام برسان. می دانم که در پریشانی امواج طوفان زده‌ات چقدر خون ناحق موج می زند. به همین سبب نامه خود را با جوهر قرمز می نویسم تا به یک رنگی خون فرزندان عزیز تو لطمه‌ای وارد نشود. ای تخیلات شاعرانه، ای زندگی های پراکنده بیقرار، بشکافید، ویران کنید دل سکوت جان فرسای این شب خزان زده را. دیوانه شد، خفه شد این دل در هم شکسته گرفتارم. طغیان کنید ای احساسات منقلب و سرکش من، ببرید و فرسنگ ها دور همه فریادهای ماتم شکن انسانی مرا، باشد که لحظه‌ای چند شاد کنند خاطر آزرده هموطنان در شبستان فقر زندگی مرا. بادها، طوفانها و بادهای سرگشته در اوج آسمانها. من با این سکوت تو سری خورده کاری ندارم. من این فریادهای تسلیم ناپذیر خود را به بالهای رعد آشنای شما می سپارم. زیر بال و پر بگیرید زمینها و زمانها را، در نور دید دشتها و کوهها و بیابانها را، و آنها را، این فریادها را ببرید حسیر آباد، آن دوزخ زندگی سوزی که خداوندان بهشت سرمایه در سوزش شعله سوزش زنده می سوزانند تن خسته و پیکر سر و پر شکسته انسانها را. و توی ظلمت ناپایدار بیهوده برای خفه کردن این نغمه های شرر پرداز تلاش مکن. این فریادها نعره مستانه و لجام گسیخته زندگی آبرو ریخته بندگان هوا و هوس نیست. نغمه شب زنده‌داری شهوت سیری ناپذیر یک مشت حیوان شهوت پرست ناکس نیست. این نغمه ها انعکاس بلافصل ناله آرزوهای گمگشته یا برهنگان سواحل کارون است. پا برهنگان تنسوخته لب اعتراض دوخته‌ای که زندگی بیدریغشان را ستمکاران زندگی خار کوله به کوله، لوله به لوله به غارت میبرند. احمقانه است تصوراتی که این چنین
فرپادی را میتوان خاموش کرد. دوست گرانمایه، کارگر ساده آبادانی، از تو اجازه میخواهم که از دور با دست بلا تردید دست پینه بسته تو را صمیمانه بفشارم. تو کارگری، من در قاموس زندگی خود کلمه زیباتر و انسانی تر از کارگر ندارم. من در مقابل شرافت یک پارچه تو در سایه روشن سرگردان شعله‌های آتش عشق‌ها و اشک‌های انسانی تو سر تعظیم فرود می‌آورم. من آنقدر قدرت قلم را ندارم که وصف عظمت ایدئال و حدیث وسعت روح تو را، داستان افسانه نمای شب‌های گرسنگی، سراپا رنج و اندوه تو را و حماسه گذشته‌ها سراپا افتخار و آینده پرشکوه تو را آنچنان که شایسته بزرگواری توست بنگارم. اما باور کن دوست انسان من هم اکثر مردم این تهران براق برق ندارم و همه شب وقتی فتیله چراغم به خاطر تمام شدن نفت پت پت کنان جان میکند، به یاد تپش نامرتب قلب نوزاد تو میافتم که با ناله های نیمه جان از پستان بدون شیر مادرش شیر میخواهد و هیچ نمیداند که شیر حلال مادرش همراه با خون پاک و زلال پدرش آب زندگی علفزاری است که مشتی حیوان سیری ناپذیر در وسعت مهنتیارش میچرند و هنگامی که چراغم کاملا خاموش می شود به یاد چراغ زندگی های بیداری می افتم که قصابان آستان سرمایه به فرمان خداوندان صاحب همه چیز بی همه چیز به خاطر ادامه دادن به زندگیانی نکبتبار خیش در آن قبرستان آتش که سنگ و خاکش استخوان گوشت ستمدیدگان است خاموش می کنند. آن وقت سراپای وجود منقلبم از شدت کینه های انسانی می لرزد. دلم کباب می شود و هرچه کینه در سینه آکنده از عشق خود دارم به سازندگان و گردانندگان فرومایه این دوران غیر انسانی لعنت می فرستم. ولی چه می گویم؟ لعنت یعنی چه؟ مگر این جنایت ها از آسمان ها به ما تحمیل می شوند که ما تلافی آن را به آسمان ها واگذار کنیم؟ نخیر، چه این خبری نیست. بس بود هرچه مسببین جنایت پیشه بی سر و سامانی ما تشنگان خون یخ بسته در عروق زندگانی ما سرسپردگان سراپا ننگ بارگاه پیامبران سرگردانی ما گناه همه جنایت ها همه شکنجه های خودشان و تیربختیه های ما را به گردن آسمان ها گذاشتند. در کدام آیه از کدام کتاب آسمانی سرنوشتی آنقدر وحشتناک و دهشتبار و ظلمانی برای تو انسان زحمتکش شرافتمند پیش بینی شده؟ کدام یک از پیغمبران می توانند باور کنند که در نیمه دوم قرن 20 قرن عصیان گرسنگی ها در سرزمینی که بام تا شام مشتی خدا نشناس گوش افلاک را با فریاد خداشناسی کر می کنند؟ هزاران نفر انسان پا برهنه لخت را در قبرهای حصیری زنده به گور کنند و آن وقت با کمال بیشرمی پشت کلمه این جهنم زنده به گوران کلمه آباد بگذارند. دوست زحمت کشم، ای کارگر ساده آبادانی، من این نامه را به عنوان تو نوشتم چون مطمئنم که تو وضع زندگی سایر رفقای خود را از بندر معشور و آقا جاری گرفته تا مسجد سلیمان و کوت عبدالله بهتر از من می‌دانی. آنها هم مثل تو و سایر کارگران آبادان ستمکشانی هستند که خون پاک کشان باده ارغوانی کشتیبان سفینه شکسته دنیای محکوم به زوال کهن است. مازاد خونشان سرخی گمگشته در سبزی نخلستانهای سواحل کارون، ستمکشانی که از جنوب فقر آغشته به اشک به خون، داد بیداد شکنشان از کوچکترین موج کارون گرفته تا اوج آسمانها را به لرزه انداخته است. من ضمن این که از شدت تأثیر نمیتوانم جلوی اشکهای خود را نگه دارم، هرگز به خود اجازه نمیدهم که به حال شما گریه کنم.
چون همراه با اشک‌های سرگردان همیشه یک خنده مطمئن در سراپای وجودم موج می‌زند. خنده امید. امید بلا تردید. امید فرارسیدن فردای زندگی. فردایی که تو و سایر دوستان کارگرم از نزدیکترین سواحل تا دورترین کرانه‌های کارون، در زیر سوزش آفتاب، در چسبندگی شکننده شرجی‌ها، در کلبه‌های بال و پر ریخته حصیری، با وجود همه گرسنگی‌ها، همه تشنگی‌ها، با عشقی آمیخته به یک کینه آشتی ناپذیر، جاده هموارش را صاف می‌کنید. درود بر شما ای یاران بند گسل. هموار کنید جاده‌های زندگی فردای انسانی را. فراموش کنید آن یک مشت واخورده بدبخت را که از نیمه راه زندگی پشت به مشعلداران قافله انسان‌ها می‌کنند. کاروان زندگی‌های انسانی چه یک مشت نامرد همراه آن باشند چه نباشند، راه پرپیچ و خم زمان را می‌پیماید و پیش می‌رود و واخوردگان می‌افتند، عقب می‌مانند، خسته می‌شوند و می‌میرند. کاروان پیش می‌رود. مطمئن و امیدوار طی کنیم این راه پرپیچ و آلوده به گرد و غبار را. پیش ببریم این قافله توقف ناپذیر شب زنده‌دار را. خدا حافظ دوست گرانمایه. ایمان به پیروزی زحمت یار تو باد. در پایان اجازه می‌خواهم که یک قسمت مختصر از یکی از اشعار مفصل خود را همینطور ساده به تو تقدیم کنم. خرمن جور و ستم ز آتش فردای سپید، در دل مرده صحرای فسون می سوزد. سوزن رنج به دست، جبر تاریخ، لب فقر و قیود، در کنار لب سرمایه و سود، به لب دامن دنیای کهن می دوزد. پایان. نامه‌های سرگردان، نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت. سراپا سوزم و عصیان و قهر، نه سر دارم نه سامانی در این شهر. چه کردم من خداوندا که قسمت، مرا اشک است و خون از دهر تا دهر. بیکس. نفس پژمرده در تنگ گلویم، شده زنجیر غم هر تار مویم. نمیدانم گناه از کیست از چیست، خدایا درد خود را با که گویم. نامه یک حروفچین به مدیر یک مجله. مثلا استاد صبا. تنها پس از مرگ جبران ناپذیرش بود که مطبوعات به یادش افتادند. آقای مدیر، ظاهراً من این اجازه را نباید به خود بدهم که چند کلامی بی پرده با شما گفتگو کنم. خوشبختانه این اجازه را به خود ندادم، چون اینکه با شما حرف میزند من نیستم. تکه سرب سر پا ایستاده ناطقی است که سلولهای بدنش را حروف سر بی صامت چاپخانه ها تشکیل می دهند. تا آنجا که به یاد دارم، تا کنون هر وقت هر مطلبی که به چاپخانه فرستاده اید، بر حسب وظیفه بی کم و کاست حروفش را چیده‌ام. دقیقا که سرتاسر این مدت در هیچ یک از مطالب ارسالی شما درباره گرفتاری‌های بی سر و سامان من نکته‌ای هر چقدر مختصر و ناچیز هم ندیدم. عرض کردم که تا کنون هر وقت هرچه مطلب فرستاده اید من حروفش را چیدم. چه می شود کرد؟ یک بار هم هوس کردم مطلبی برای شما بفرستم. مطلبی که می دانم هرگز حروفش چیده نخواهد شد. آقای مدیر، انگیزه نوشتن این نامه خبر وحشتناکی است که دیروز در بیمارستان بیمه اجتماعی
به من دادند. خبر خیلی مختصر بود، خیلی ساده. من مسلول شده‌ام. هوای رطوبت زده و سرب آلوده چاپخانه ریه‌های گرسنه مرا به خاک سیاه نشانده. از شما چه پنهان، من از سالها پیش احساس می کردم که مضمون این مطالب که من مجبور به چیدن حروفشان هستم، بالاخره یک روز سرگذشت دردآفریده زندگی سرگردانم را به سرنوشتی این چنین اندوهبار و سینه فرسا دچار خواهد کرد. می‌دانید دیروز در بیمارستان بیمه‌های اجتماعی به من خبر دادند که مسلول شده‌ام. شما آقای مدیر گرفتارتر از آنید که همه مطالبی را که خوراک مطبوعات امروز ماست در آن واحد به یاد بیاورید. اما در مورد من قضیه اینطور نیست و برابر این پاره ای از مطالب را همونطور ساده طی این نامه برایتان شرح می‌دهم تا شما بدانید که منبع موسیقی مرگبار این تک سرفه های خونین را در کجا میتوان جستجو کرد. تصورش را نکنید من حروف چینم و باید هر مطلبی به من دادند حرف به حرف خط به خط بچینم. خیلی خوب. من سپیده‌دم یکی از شب‌های ماتم زده به سر کار آمدم. سپیده‌دم شب حسرتباری که ظلمت آواره‌اش دامن پاره پاره‌ای برای اشک تمنای دختر 6 ماهه من بوده است. اشک تمنا در مقابل 2 پستان بیشیر یک مادر. طبعاً آرزو می کنم با مطالبی روبرو شوم که تسکین دهنده درد دل غمزده‌ام باشد. در مقابل آرزویی آنقدر زیر پا افتاده فکرش را بکنید که مجبور به چیدن چه مطالبی می شوم. صفحاتی را که فرستاده اید باز می کنم. در وهله اول به 2 رقم برمی خوریم. 1 3 و 1 9. این رقم را به نام کتاب هوگو موسوم به 93 اشتباه نکنید. نه. موضوع خیلی مهمتر از این هاست. این رقمی است که کم و زیاد آن یک قسمت از سرنوشت قرن ما را تعیین می کند. عدد 93 که من باید با 1 صفحه و صفحه الحال بچینم. اندازه پستانهای بریژیت باردوست. هنگام چیدن این مطلب به یاد دخترم میافتم که کمبود غذایی شیر را در پستان مادرش خشک کرده. دلم در التهاب فریادی خاموش آتش میگیرد و قطره اشکی تلخ در چالی یکی از گونه های سلزده هم بی سر و صدا میرد. برای تغییر دادن مسیر افکارم به چیدن حروف مطالب دیگر میپردازم. خداوندا چه دوران وحشتناکی. میدانید آقای مدیر، بلافاصله پس از اندازه قطر پستانها گر به فرانسه به یک رقم وحشتناک برمیخورم. 360. این تعداد نفراتی است که پس از یک شبیخون وحشیانه سربازان فرانسوی به سلامتی پستانهای ببه از میلیونها الجزیره به خاک خون کشیده شده‌اند. به نام یک مسلمان فاجعه این خبر شوم. شوری در بیکران روح آفت زده‌ام برمیان گیزد و تمام قلبم با فریادی صامت به کف سینه مسلولم فرو می ریزد. از آنجا که بر حسب خاطرات گذشته تا مغز استخوان‌های بی‌قواره‌ام از هرچه فلسفه و سیاست است بیزارم. این صفحات را از پیش چشم بر می دارم. سراغ صفحه هنرمندان را می گیرم. هنرمندان معروف قرن محکومیت هنر اصیل. هرچه به مطلب نگاه می کنم از هیچ یک از هنرمندان مسلم کشور هنرپرورمان نامی نشانی نمی‌یابم. سال هاست نمی بینم. مثلا استاد صبا تنها پس از مرگ جبران ناپذیرش بود که مطبوعات به یادش افتادند هر یک چند جمله قرم و له شد توشه راه آخرت این انسان بزرگوار کردند. استاد بهزاد، چه میگویم، سالها هیچ کدام از خوانندگان مطبوعات نمیدانند کجاست، چه میکند، زنده است، تا چه پای زنده است. نه، از استاد بهزاد نامی نمیتوان برد چون هنوز زنده است.
آنچه از لحاظ هنر حیاتی است، آشتی قهرهای فلان آوازخوان تازه به دوران رسیده یا خبر به حجت اثر خوابی است که در یک تصادف نیمه شب از سر فلان دخترک بی هنر پریده است. با خواندن این خبرها حالت تهوع به من دست می دهد. از سبکسری ها، شهرت پریوری ها، آرتیست بازی های همه این هنرمندان تا سرحد جنون احساس تنفر می کنم و آن وقت تازه می فهمم که چرا صادق هدایت ها خودکشی می کنند. تصورش را بکنید آقای مدیر، در صفحه ادبیات و انتقاد کتاب ها من باید 4 ستون درباره کتاب چرندن در چرند سلام برغم یک دختر فرانسوی حروف بچینم و در گوشه پرتی از همان صفحه با کمال ناراحتی این حروف را اضافه کنم که صادق هدایت وقتی مرد روزنامه‌های فرانسه نوشتند که یک ایرانی به نام فلانی در فلانجا با گار به حیات خیش خاتمه داد. صادق هدایت‌های ما در دیار غربت تنها به نام یک ایرانی شناخته می‌شوند و جز 2 پروفسور ایرانشناس از این نویسنده بزرگ آنچنان که شایسته او بود یاد نمی‌کنند. اما به سلامتی سر مطالب مطبوعات ما از هر حمالی که بپرسید فرانسوا ساگان کیست میگوید هیکلش تکه. باری مطلب مربوط به هنرمندان را با اشک آمیخته با خنده تا سحر میچینم و سراغ سایر مطالب میروم. چه بنویسم؟ مشتی داستان مکرر از مشتی عشقهای آسمانی، محکومیت با اعدام یک جانی که با دست خود نه با دست خانمانسوز جهل و نادانی سر 2 رفیقش را به خاطر 180 تومان گوش تا گوش بریده است. داستان مرد جنایتکاری که زندگی یک افسر شریف را به قیمت یک جنون تصنعی نامردانه با ضربت و کارد پی در پی خریده است و صدها مطلب از این نوع و دیگر هیچ. و حالا که سرنوشتم بازیچه تکسرفه های سل گردیده میخواهم به شما اطلاع بدهم که آقای مدیر، من هرچند کارم حروف چینی است، هرچند حروف چینم، اما به جراحات ریه های مسلولم سوگند من دیگر این مطالب را که هیچ چیزشان به درد من مربوط نیست نمیچینم. فهمیدید آقای مدیر؟ نمیچینم. پایان. نامه‌های سرگردان نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com جیهون عمودی. خداوندا چسان گویم که چونم، که موجی مرده بر اوج جنونم. دلم خون، دیدم خون، سینم خون، عمودی رود جیهون زخونم. در حسرت سحر همه شامم به قربان سحر رفت. به صبح خیره شام تیره سر رفت. سحر تا دید مامش رفته از دست، رمید از پیشم و سرگشته در رفت. نامه‌ای به آفتاب. درود بر تو ای مظهر بلافصل حقیقت عریان و بیتاب. ای خصم آشتی ناپذیر ظلمت خواب آفرین، ای خدای روشنی های بیخواب. درود بر تو ای آفتاب. من که به نام یک بنده فراموش شده این نامه را به تو می نویسم، نه ستایشگر افسون ستاره های سرگردانم، نه مفتون اشوه‌گری های عشق آفرین مهتاب. من یکی از فرزندان تو هم، یکی از فرزندان سرگشته انوار سوگشته تو ای آفتاب.
من سالهای سال بدون آنکه روح تو خبردار باشد تو را دیوانه‌وار پرستیدم برای آنکه پستی برخی از بندگان ناخلف خدا، همه ستایشگر تیره دل تیرگیرا، با هستی تردید ناپذیر تو سنجیدم. پرستیدم برای آنکه عظمت خلل ناپذیر آفرینش را در بیکران عظمت تو دیدم و امروز از تو که طی قرون بیشمار بر حسب سخاوت خداییت هیچ انسانی را محروم نساخته ای، از تو که در مقابل هیچ رعدی، هیچ طوفانی، هرچند هم دهشت انگیز و مرگبار، رنگ نباخته ای، میخواهم و دیوانه‌وار میخواهم که بر همه جا، هر جا که طی این نامه یادآور شدم، تا پایان همه زندگی ها، همه پدیده های زنده بی‌دریغ بتابی. بر خارهای گل ندیده همه گورهای بیسنگ، بر نشاط تصادفی همه خانواده های دلتنگ، بر عظمت مردانگی همه مردان یک رنگ، بر تلاش بی نتیجه همه توبه‌کاران، بر خلوت جیب‌های خالی از پول همه بیکاران، به استغاثه بهتر از گناه همه گناهکاران، به سرشک کتابخانه همه میخواران، به دعای شب محتاج همه تیر روزها، به سیاهی نان بیپنیر همه گدایان، بر دکه رطوبت زده همه پینه دوزان، بر اشک سینه سوز هر چشمه، بر خنده کاذب هر سراب، بتاب ای آفتاب، بتاب. بر زمین و زمان و طبیعت تخیلی همه آنها که به خاطر یک تولد غلط یا یک بیماری تصادفی کورند، بر بیراهه زندگی سرسام آفرین همه فرزندانی که به خاطر فراموشی شهد شیر مادر از محبت مادر فرسنگ ها دورند، بر سیاهی لباس همه مادران عزادار به خاطر شیونشان بر مزار یک جگرگوشه ناکام، بر شک حسرت بار هرچه عشق ناکام است و هرچه دیده به خواب، بتابه مظهر محبت الهی، بتابه آفتاب. بر اشعار نسروده شعرای دیوانه که خود شعر نسروده یک زندگی پریشند، بر تبهکاری خیشان سخنچین و کجندیشی که دورترین نزدیکان برای هر قوم و هر خویشوند، به لبخند دردمندها، لبخند هوس چمنها در سپید دم عشق، به ژاله ها، به اشک‌های سرگشته در ناله‌های شبگیر، به عشق مسیح شده همه دختران پیر که نه نانشان نان است، نه آبشان آب، نه خوابشان خواب، به تابه پیر همیشه جوان زمانه، به تابه آفتاب. بر تیر بختی صف ناپذیر همه پدرانی که هرگز دستهایشان آنقدر پر نبوده که در خانه خود را با پشت باز کنند، در بدری گمراهان از یاد رفته چون من که هرگز سعادت این را نداشتند که راه زندگی گمراهشان را دوباره آغاز کنند، بر راحتی فکر همه آن بندگان خدا که هر جرعه آبشان انگیزه یک سجده است، هر لقمه نانشان منبع یک سپاس، بر ناله های غریب، هر احساس ناشناسی، بر سرشک حقیقت، بر خنده شراب، بتاب ای آفتاب، بتاب. و من که نه ستایشگر افسون ستاره های سرگردانم، نه مفتون اشوه‌گری های عشق آفرین مهتاب، هرگاه حتی یک لحظه در عمر کوتاه خودم لیاقت آن را داشته باشم که در پیشگاه پروردگار زانو به زمین بزنم، از آواز صمیم قلب مهنت زده‌ام خواهم خواست که سایه تو را هرگز از سر بندگانش کم نکند. در خاتمه استدعا می کنم سلام مرا به ماه برسان و از او بخواه که نور بیشتری از تو کسب کند. شبها خیلی تاریکند. پایان. نامه‌های سرگردان نوشته کارو، گویش علی زارعی،
پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com انتظار. وجودم تیر ابری پاره پاره است، غم افزا مدفن صدها ستاره است. خدایا آب کن این ابر منحوس، ولی در انتظار ماه پاره است. می خون. که تا یارم جوان باد و سلامت، کشم بر سر می خون تا قیامت. قدح تا قلب خونین است و می خون، چه باک از تهمت و کفر و ملامت. سرسام نیمه شب نویسنده. پروردگارا امشب به کجا و به نام چه کسی نامه بنویسم؟ ای آسمان ها، سیاره ها، دیوارها، ای دیوارهای سینه شکافته کلبه محزون و فقیرم، به دادم برسید. من دارم امشب در چنگ مشتی سرود نسروده میمیرم. من امشب یک قطره اشکم، یک قطره اشک سرگردان که نمیدانم برای فرو چکیدن دامن چه کسی رو بگیرم. تنها تو میدانی ای خواب، ای مرغک رمیده از آشیان مرطوب چشم. تنها تو میدانی و این شیشه ساقی مرد شراب که پیکر در هم شکسته من امشب پاکت سربسته چند نامه به مقصد نرسیده است. به طور وحشتناکی احساس میکنم که همه آنچه احساس میکنم در هیچ نقطه از پهنه تخیلات شاعرانم متمرکز نیست. گفتم من امشب یک قطره اشکم. نه، این صحیح نیست. سر تا پا وجود من امشب یک نامه است. نامه‌ای که هیچ نمیدانم صاحبش کیست. امشب بناست به فرمان همه سلولهای سرسام گرفته بدنم به کسی نامه بنویسم. دریغا در بیکرانگی احساس کران ناپذیرم صدها ناشناس فریاد میزند که آن نامه ننوشته از آن من است. اگر نه مال من، حداقل درباره من است. من همه این کسان ناشناس را بر غم آشنایان ناکس به وسعت تلخی سرشک بیمه یک عشق ناکام دوست می‌دارم. اما چه کار کنم؟ من اگر بر فرض نامه نویس خوبی هم باشم، در نامه رسانی آنقدر ورزیده نیستم که نامه این کسان ناشناس را در این نیمه شب تنها کو به کو، خانه به خانه به ایشان برسانم. بنابراین پروردگارا مرا تکلیف تو تعیین کن. من امشب به چه کسی نامه بنویسم؟ خداوندا کاش می توانستم نامه ای از طرف تو به بندگانت می نوشتم. کاش می توانستم امشب از طرف تو به بندگانت می نوشتم. آخر ببینید شما بندگان ناخلف کار آفرینش مرا به کجا کشانیده اید. مثلا در دل کوههای سر به فلک کشیده تعدادی الماس آفریدم به خاطر تجلی دادن عظمت سنگ عظمت کوه به عنوان استوارترین مظهر خدایی استوارم. دست خیلی از بندگان را به چشم خود دیدم که به خاطر هدیه کردن یک قطعه الماس به یک روسپی خودفروش دل خیلی از کوه‌ها را آب کرد و خانه سنگ را که در شکستگی دیوار هر کلبه دهقانی آشیانی است برای پرستویی بی خانمان، خانه سنگ را سنگری است عشق آفرین در هر جبهه پرد، برای هر سرباز گمنام. زیر پای مذلت و تحقیر خراب کرد. پستان آفریدم برای شیر دادن بلرزد. لرزش اجتناب ناپذیر پستانها در شب التهاب یک شهوت مست چشمه همه عشقهایتان را سراب کرد. رز آفریدم برای شیرینی انگورش. تلخی شرابش تومار زندگیتان را در هم فرو پیچید و سراپای هستی سرمستتان را غرق منجلاب کرد. آه خداوندا، کاش می توانستم امشب این چنین نامه ای را از طرف تو به بندگانت می نوشتم. افسوس، هزار افسوس که احساسات خاکی من هرگز آن لیاقت را ندارند که ترجمان احساس آسمانی تو باشند. بنابراین پروردگارا
به که بنویسم؟ آن پیدا. نامه می نویسم به دخترم ربکا. می نویسم دختر زیبایم، 28 روزه‌ام. ربکای نازنین من، به کجا آمده ای؟ چرا آمده ای؟ من باعث شدم؟ خاک بر سر من. به کجا آوردمت؟ چرا آوردمت؟ برای تقسیم کردن دردهای بی‌درمان خودم با تو؟ آخ ربکا، بشر تا چه پایه خود پسند است. اما نه، چه گویم؟ دخترم را هرچند من میخواستم که بیاید، اما این تو بودی خدا که فرستادیش. فرستاده ای خدا را نمیتوان ناراحت کرد. پس من چه کار کنم؟ این هم که نشد. خداوندا، نمیدانم به مرده ها میتوان نامه نوشت. به خدا اگر میشد نامه‌ای به همه مردگان پرلاشر فرانسه می نوشتم. از آنها میخواستم از طرف من به این فرانسویان نامسلمان بگویند که از جان الجزایر مسلمان چه میخواهید؟ حرام باد بر شما آن شراب و شامپاین معروفی که مایه‌اش خون ماتم زده شنزارهای خونین آفریقاست. و یا نامه‌ای می نوشتم به بتهوون بزرگ. می نوشتم ای انسان بزرگوار، تو سمفونی خود را به خاطر ناپل اون ساختی، اما تا احساس کردی آن مرد آزادی دیگر آن را به خاطر امپراتوری خود لگدمال می کند، نامش را همیشه از صفحه سمفونی معروف زدودی. اما حالا کاش زنده بودی، می دیدی که زادگاه تو لگدمال چند جور سرباز ناجور است و دختران آلمانی با الویس پریسلی آمریکایی با چه شوری بر سنگ مزارت راک اند رول می رقصند. اما نه خداوند، مگر زنده ها مردند که به مرده ها نامه بنویسم؟ اصولاً چرا دور بروم؟ نامه می نویسم به سپور محله من. از او خواهش می کنم سپید دم یکی از این روزها پیکر مهنت زده مرا هم با آشغال همسایه آواز خانم که هنجره‌اش از سلامتی سر چند دهنی آواز به گذرگاه سکه های متحرک طلا تبدیل شده ببر. دو نامه می نویسم به یک آب حوضی دور گرد. می نویسم ای هموطن تیر روز خانه بدوشم. دلم می خواست از خود خانه‌ای داشتم، همه در و دیوارش را، حیاتش را، اتاقهایش را، همه را به صورت حوض در می آوردم تا تو به خاطر یک لقمه نان همه آنها را خالی کنی. دریغا که خود در اتاقی زندگی می کنم که از فرط رطوبت همچو حوضی است که گویی تازه خالیش کردند. خداوندا، قلبم گرفت. دیوانه شدم. به من یاری ده. بگو امشب من برای چه کسی به کجا بنویسم؟ کاش سراغ مارلن را بگیرم. تو خودت میدانی خدا که مارلن مظهر همه عشقهای سرگردان من است. کاش نامه‌ای با او بنویسم مارلن من، مارلن نازنینم، تو دریایی بیکران از عشقی بیکرانی. افسوس که تو جز سبکسری بلم سبکسر سنگینی عظمت هیچ کشتی را لمس نکردند. من کشتی دریا گم کردم. مارلن، بیا هم دریای من باش هم ناخدایم. آخ مارلن، کجایی؟ نه خداوندا، این هم نشد. من امشب اصولاً حال نوشتن را ندارم. باشد برای یک شب دیگر، با یک شور دیگر. شب بخیر. پایان. نامه‌های سرگردان، نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. حدیث کلام. به قاموس طبیعت بس که نام است، ندانم کام را معنی کدام است. دل دیوانه میگوید به مستی، که ناکامی حدیث نامکام است. به پای او. به گاه بوسه خواندم بر جبینش، که در مستی است هست و آن و اینش. فدا کردم هزاران بوسه مست، به پای مستی هست آفرینش. آخرین نامه.
این نامه انعکاس واپسین تپش قلب محنتبار یکی از هزاران زن بیگناه است که اجتماع در ظلمت شب احتیاج کلمه شرافت را از قاموس زندگیش رو بوده است. این نامه آخرین نامه یک فاحشه است. کاش نامه رسان هرگز این نامه را به مادر این زن تیره بخت نمی رساند. کارو. مادر جان، این آخرین نامه است که از یک وجبی گور زندگی واژگون بخت خود برای تو می نویسم. فاصله پیکر در هم شکسته من با گور بی‌نام و نشانی که در انتظار من است یک وجب بیش نیست. این نامه هذیان سرسام‌آور رویای وحشتناکی است که در قاموس خانواده‌های بدبخت نام مستعارش زندگی است. مادر جان، شاید آخرین کلمه این نامه به منزله نقطه سیاهی باشد بر آخرین جمله داستان غم‌انگیز زندگی از یاد رفته دخترت. خدا می‌داند که در واپسین لحظات عمر چقدر دلم می‌خواست پیش تو باشم و پس از 3 سال جان کندن تدریجی هماغوش با سوداگران ورشکسته شهوت در بستر خون‌آلود هوس‌های مست و تک نفس‌های ننگ و بدنامی و فراموشی جان زهرآلودم را در آغوش پرمهنت تو با دست تو به مرگ می‌سپردم. افسوس که تو اینجا نیستی. نه تنها تو، هیچ کس اینجا نیست جز این پیکر در هم شکستم و پیرمردی رنجور که با دریافت 20 ریالی که کارمزد آخرین هماغوشی من است، نامه ای را که اکنون می‌خوانی به جای من برای تو می‌نویسد. مادر جان، می‌دانم که با خواندن این نامه به خاطر بخت سیاهی که دخترت داشت تا سرحد جنون خواهی گریست. گریه کن مادر. بگذار اشک‌های تو سیل بنیان کن بنای شرافت کاذبی باشد که در این دنیای دون منهای پول پشتبانه زندگی هیچ تیره بختی نیست. دختر تو مادر دارد همین حالا پای دیوار سینه شکسته در کمال ناکامی و بدنامی میمیرد. ای کاش دختر در به در تو که من بدبخت باشم میتوانست با مرگ خود انتقام شیر حلالت را از زندگی حرامی که داشت بگیرد. مادر جان، خواهش میکنم اجازه بدهی قبل از مرگ هرچه درد بی درمان در پهنه این دل ماتم زده دارم به صورت قطره‌های سرگردان مشتی سرشک دیده کم کرده به دامان محبت بار تو بسپارم. میدانم هرگز باور نمی کردی این چنین نامه‌ای به دست تو برسد. تو بر حسب نامه‌های گذشته من دخترت را زنی نجیب می‌دانستی که شرافتمندانه دور از خانه و کاشانه نان مادر ستم دیده و خواهر یتیمش را به دست می آورد. چگونه بگویم مادر که از بخت بد من در عصری به دنیا آمدم که شرافت به طور رقت انگیزی بازارش کساد است. میدانی یعنی چه؟ مادر یعنی همه هرچه تا کنون به تو نوشتم دروغ محض بوده است. دروغ محض، اما اجتناب ناپذیر. خدا میداند که هیچ دلم نمیخواست دل شکسته‌ات را بار دیگر بشکنم. همه آن نامه ها را 10 روز دیگر که مصادف با 24مین سال تولد من که در حقیقت 24مین سال تولد یک بدبخت بیزوال است بسوزان و خاکستر سردشان را لابلای بستر پاره پاره من که مات و دست نخورده و بی صاحب در کنجه کلبه فقیرمان افتاده است دفن کن. بگذار خاکستر آن نامه ها لاشه افتخار من باشد. افتخار این که حداقل آنقدر تو را عزیز می داشتم که تا واپسین لحظات مرگ نگذاشتم حتی در تصویر بیچارگی من شریک باشی. مادر جان، در تمام مدت این 3 سالی که مرا با این قبرستان بی سرپوش آرزوها و آمال انسانی، این آخرین ایستگاه امید بیکاران خانه به دوش شهرستانی، این تهران خراب شده روانه کردی، بر حسب راه نکبت باری که این اجتماع هرزه پیش پای زندگی غریب من گذاشت، من یکی از بی‌پناه‌ترین و بی‌گناه‌ترین گناهکاران روزگار بودم. افسوس، هزاران افسوس که ضربات نامرتب قلبم فرصت نمی‌دهد.
آنچنان که می‌خواستم جزئیات گذشته اندوه بارم را برایت شرح دهم. همانقدر باید بگویم که به مرگ تو مادر هیچ نفهمیدم چطور شد که زندگی به سرنوشتی اینقدر دردناک دچارم کرد. 3 سال تمام شب و روز من پاسخ دادن به تمنای هرزه مشتی نامرد بود که در ازای پول ناچیز همه مستی‌ها، پستی‌ها و رذالت‌های خود را وحشیانه در لذت زاییده از پیکر خسته و تبالود من خلاصه می‌کردند. آه خداوندا، چه سرنوشت وحشتناکی! در عرض این 3 سال سرتاسر آرزوهای من اشک‌ها و عشق‌های پنهانی من بود. بازیچه خنده‌ها، محبت‌ها و پایکوبی‌های ساختگی بود. در عرض این مدت هرگز فرصت این که چند دقیقه از ته دل به خاطر سیه روزی خودم اشک بریزم نداشتم. تنها یک بار، تقریباً 6 ماه پیش بود که در کشمکش یک درد جانگاه صمیمانه خندیدم. اما به خدا مادر، اگر بدانی این خنده تصادفی را چقدر وحشیانه در لرزش لبانم شکستند. آخ اگر بدانی. آری مادر جان، 6 ماه پیش در همان خانه‌ای که آشیانه ی حراج تدریجی ناموس محتاج من بود صاحب فرزندی شدم. از چه پدری؟ از چند پدر؟ اینها را هیچ نمیدانم، اما آنچه مسلم بود خدا برای نخستین بار بزرگترین نعمتها را، نعمت مادر بودن را به من ارزانی کرد. شبی که دخترم به دنیا آمد تا صبح از خوشحالی خوابم نبرد. برای چند ساعت همه دردها، دربدریها، گرفتاریها را فراموش کرده بودم. احساس می کردم که زنی نجیبم و در خانه‌ای محقر و آبرومند برای شوهر مهربانم طفلی زیبا به دنیا آوردم و فردا صبح پدرش از دیدن او. آخ مادر، چه میگویم؟ چه میخواهم بگویم؟ آه ای آرزوهای خام، ای آرزوهای ناکام. مادر جان، اگر بدانی فردای آن شب چه بر سرم آوردند. رئیس آن خانه نفرین شده بچه‌ام را از دستم گرفت. به زور گرفت. قدرت این که از جا تکان بخورم نداشتم. هرچه فریاد کردم ماما ماما، فریادم در دل سنگش مؤثر واقع نشد. آخ مادر، ببین سرنوشت کار انسان را به کجا می کشاند که در خانه ای چنین رسوا به زنی رسو که رئیس خانه است باید ماما گفت. آخ بیچاره مادرم. باری بچه‌ام را از آغوشم بیرون کشیدند، بردند، هنگامی که برای آخرین بار نگاهم به قیافه معصوم طفل بیگناه افتاد، مثل اینکه با یک نگاه سرگردان از من پرسید چرا؟ دخترم را بردند و بر حسب قوانین حاکم بر این چنین خانه ها او را در خلوت محض به خاک سرد کوچه ها سپردند. چه میدانم؟ شاید این حکمت خدا بود. شاید خدا فکر کرده بود که مردنش بهتر از ماندنش است. دنیایی که سرنوشت دختر زن نجیبی چون تو را با اینجا میکشاند، چه سرنوشتی میتوانست نصیب دختر یک فاحشه بدبخت بکند. پس از دخترم مرا هم از خانه بیرون کردند. از کار افتاده بودم. درد فقدان بچه کمر هستی مرا شکست. مادر جان، تصادفی نیست که 6 ماه است نزد تو خجلم و تن نتوانستم مقرری ماهانه برایت بفرستم. به خدا مادر، در عرض این 6 ماه درآمدم حتی آنقدر نبوده است که یک شب با شکم سیر بخوابم. چه خواب، چه شکم، چه بدبختی. 6 ماه تمام است که شب و روز در کوچه ها و پس کوچه ها ویلانم. در عرض این 6 ماه به 100 جور مرض استخوانسوز گرفتار شدم. دیگر نمیتوانم حرف بزنم. بغض دارد خفه‌ام میکند. بغض نیست، مرگ است. مرگ در کار تحویل گرفتن پسمانده جان من است. خدا حافظ مادر. شیرت را به من حلال کن. به خواهر کوچکم هرگز نگو که خواهر نگونبختش چطور زندگی کرد و چطور مرد. نه مادر جان نگو.
خدا نگهدارتان. پایان. نامه‌های سرگردان، نوشته کارو، گویش علی زارعی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. یاد واپسین. رخ گلگون دلدارم کبود اینسان صدا هرگز نبوده. کنون کو رفته میدانستم ای کاش که قبل از سرک یادش با که بوده. اجل نه جان مانده نه آثاری ز جانم، کفن گم کرده مستی استخوانم. اجل در کنج خانه لانه کرده، خدا را زندگی آخر جوانم. نامه ای از کارو به کارو. اگر شراب شعر و شاعر آفرین بود، اگر بود. کارو شاعری حساس است، شاعری که به خاطر شعر خود همه چیز را در زندگی از دست داده است. او با اینکه به چند زبان زنده آشنایی کامل دارد و به همین جهت بسیارند کسانی که حاضرند با حقوق خوب از کارش استفاده کنند، محاذا به علت روح آسی خود هر چندگاه به دنبال کاری می رود، ولی ناگهان به سبب ناملایم کوچکی پشت پا به همه چیز زده دوباره بیکار می گردد. این زندگی بیبند و بار کارو بیش از همه خود او و خانواده‌اش را رنج می دهد و اکنون کارو که مدتی است بیکار شده ولی مانند هر انسانی احتیاج به وسایل زندگی دارد. این نامه را به کاروی هنرمند که تاکنون نتوانسته هیچ کاری را مدتی طولانی ادامه بدهد می نویسد. شما هم این نامه را بخوانید تا از سوز و گداز درونی یک شاعر هنرمند آگاه گردید. کارو، صمیمی‌ترین، یک پارچه ترین و بالاتر از این دیوانه ترین دوست زندگی سیاه‌پوش و خانه بدوش من. این که به دست تو میرسد نامه نیست، وصیت نامه است. وصیت نامه یک سرگذشت زیبایی بدفرجام. مقدمه است بر پایان یک زندگی سرگردان که بر حسب پایه کج و متزلزلی که تو برای آن گذاشتی نه آغاز داشت نه انجام. گوش کن کارو، به مرگ مادرت که بلافاصله ترین تکیهگاه زندگی توست. زندگی که نداری، به سنگینی سنگ مزار و آرزوهایت، سنگی که هیچ دلت نمیخواهد بر شکستگی تابوت لاشه آینده سرسام گرفته‌ات بگذاری. به هرچه ایمان داری سوگند که به هیچ وجه حاضر نبودم با نوشتن این چند سطر پراکنده قلب حساست را برنجانم. اما چه کار کنم؟ گناه از من نیست، از قلب توست، قلب شاعر و وحشی تو که در بسیط تبالود بیابان بیکرانی از دربدری‌ها، رسوایی‌ها و بیبندوباری‌ها دور از همه آشنایان ناشناس، تنها ناشناس آشنای من است، ناشناس آشنایی که در تلاطم موجی احساس گیج و شاعرانه پیکر ناتوان ایدئال سرگشته مرا شکست. ای کاش قلب تو هم در شرابخواری و خرابکاری چون تو مرد بود و همچنان که تو بارها در عالم مستی خانه و زندگی خودت را خراب کردی و به باد دادی، قلب تو هم یک بار مست می کرد. در و دیوار میالود و ماتم زده خانه‌اش را که سینه بدبخت باشد در هم فرو می ریخت و می رفت و من نفس راحتی می کشیدم. در اینجا قلب تو، این راهنمایی جنایتکار زندگی علمبار من به طور وحشتناکی زن است. 1000 بار تصمیم گرفتم که یک بار برای همیشه این قلب پرمدعای هرزه را زیر پای حقیقت زندگی لگدمال کنم.
افسوس که این قلب رسوا، این قلب فلک زده تو مثل زن اغلب خانواده های فقیر سالی 12 ماه آبستن است و با هر تپش مست خود طفلی حرامزاده تحویل اجتماع می‌دهد که نگهداریشان به عهده من است. متاسفانه حرامزاده ترین این اطفال، حرامزاده تو هستی. تو کارو با تو هم. گوش کن. امروز پس از سالها مذلت و خفت و رسوایی که تو به سرنوشت سرگردانی من تحمیل کردی، میخواهم چند کلامی حرف حسابی با تو به میان بگذارم. بدون تردید این حق را به من خواهی داد، چون اگر بر غم تو هیچ کس در این اجتماع تو را نمیفهمد، من که در کمال مشقت و سرشکستگی تو را در پوست خود کاملا پروراندم، خیلی خوب تو را میفهمم، بنابراین کاملا حق دارم ساعتی در خدمتت باشم. در وهله اول باید به تو بگویم که من با عقیده تو درباره اینکه تو را نمیفهمند کاملا موافقم. باور کن کارو، مردم واقعا تو را نمیفهمند و این کمال سعادتی است که تو داشتی و داری. میدانی چرا؟ برای اینکه اگر خدای نکرده مردم تو را میفهمیدند و میفهمیدند که چه جانوری هستی، حالا حسابت با کرام الکاتبین بود. میدانی یعنی چه؟ یعنی تا کنون 100 بار خفت کرده بودند. تو هنوز زنده ای، برای اینکه بدبختانه مردم تو را نمیفهمند. اما من که تو را میفهمم. تصور میکنی چه تصمیمی درباره تو دارم؟ تصمیمی قاطع و وحشتناک مثل مرگ. میخواهم تو را در پوست خودم از شر زندگی راحت کنم. از دست تو دق کردم، خفه شدم. خدا به حق عزیزانش خفت کند که خفم کردی. کارو، لطفاً از حرفای من ناراحت مشو. خوب فکر کن، ببین حق ندارم. آخر برادر در ازای مشتی شعر که در گیر و دار این دنیای پرآشوب به مردم ما تحویل داده، از جان من و از جان مردم چه میخواهی؟ این چه خود ستانی تحمل ناپذیری است که بر چهره زندگی و افکار انسانی تو سایه انداخته است. این چه رفتاری است که در قبال یک مشت شعر کذایی پیش گرفته ای؟ این در به دری ها، خانه به دوشی ها، این لاس زدن های شاعرانه با محتوای شخصیت شکن پیمانه ما، این شب زنده‌داری های طلبکار آفرین در خلوت خالی از همه چیز میخانه ها یعنی چه؟ این همه شراب بی حساب را تو به حساب که؟ به چه حساب زهر مار میکنی؟ به حساب مثلا نبوغی که داری، یا مثلا به خاطر تحمل درد این که چرا نباید مردم تو را بفهمند؟ یا صرف نظر از اینها خدای نکرده تصور میکنی که چون مثلا ارکان عصیان احساس آسمانی خیام شراب بوده است، هر بچه مکتبی بی سر و پا به علاوه یک خمره شراب می شود خیام؟ بدبخت. اگر شراب شعر و شاعر آفرین بود، پس همه عربده کشان نیمه شب کافه ها شاعر بودند. اگر همه عربده کشان شاعرند، دیگر شاعر بودن اینقدر هارت و پورت نمی خواهد. و اما اگر طرح چنین مسئله را توهین می دانی و اگر فکر می کنی که این یک نعمت خدا دادی است، پس خاک عالم به سرت که آبروی کائنات را بردی. آخر بی مروت خدا نشناس. خدا کجا راضی می شود؟ کی راضی می شود که تو پول زن و بچه‌ات را هماهنگ با جرنگ پیوانه ورشکست ولگردی های شبانه به خاطر سرودن یک شعر یا ساختن یک ترانه خرج شراب خود و مورفین رفقای شاعرت میکنی؟ گیریم که تو بیش از حد تصور احساساتی هستی. خیلی خوب، این را من با کمال تواضع قبول دارم. سلام بر احساسات تو. اما مطلب چیز دیگری است. اگر تو که صرفاً درد را احساس میکنی، به خود حق بدهی که تا سرحد مرگ زندگیت بالاتر از آن، تا سرحد گرسنگی و بیخانمانی زن و فرزند خود می بزنی. پس آنها که در قرن ما
پوست خود را لمس می کنند، تکلیفشان چیست؟ آدم حسابی، اگر تو واقعا شاعری در وهله اول، سراینده شعر نسروده باش که خدا سرودنش را به عهده گذاشته. فرزندت را بسرا، فرزند نازنینت را که جان مادر بیگناهش از دست شاعر بازی های تو به لبش رسیده و برای سرودن این شعر نسروده بیهوده زحمت پیدا کردن کلمات شاعران را به خود تحمیل مکن. برای پیدا کردن کلمات مناسب این شعر کوچه خانه تک افتادت سراغ نانوایی را بگیر. فهمیدی یعنی چه؟ نانوایی. نان. کارو، از اینکه برای نخستین بار دوستانه به گریه از انداختم مرا ببخش، اما به مرگ تو کارو. همه هرچه گفتم حقیقت بود، چون تو حتی به نزدیکی کسان زندگیت، خودت که مایه افتخار توست، به هنرت رحم نمی کنی. حداقل خفتی که تو، نه تنها تو، همه شاعرها و هنرمندان جوان امروز بهتر تجمیل کردند اینکه به همسرانشان، به اجتماعشان، به این مردم فلک زده چنان فهمودند که هنرمند باید حتما دیوانه باشد، حتما هر شب مست کند، یا مثلا اکثر رفقای شاعرت حتی کارو را به مورفین و کوکائین و 1001 جور زهرمار دیگر بکشاند. این جنایت از کارو. هوس هم اگر بود، به قلب هوس بازت سوگند بس بود. چه اصراری داری که سرون به خاطر اینکه شاعری مثل ادگار آلن پو بالاخره لاشه‌ات را از میخانه‌ای تک افتاده بیرون بکشند؟ و یا چه افتخاریست مثل موپاسان از سفلیس دیوانه شدند و در کمال جنون جان سپردند؟ آیا در بیکران بحر کران ناپدید ادب هیچ نمونه‌ای بهتر از این دریافت نمی شود؟ وانگهی تو خودت می دانی که همیشه در همه جا آنچه کمیاب است عزیز و گرامی است. در قرون گذشته مرگ جلال و جبروتی داشت، چون به فراوانی قرن ما نبود. در قرن ما زندگی است که یافت نمی شود. اگر مردی زندگی بساز، زندگی کن. مردن امروز متاسفانه مایه هیچ افتخاری نیست. خیلی از نامآوران دنیای کنون که تو انگشت کوچکشان هم حساب نمی‌شوی مردند. فکر می‌کنی چه شد؟ هیچ. زندگی امروزه آنقدر گرفتاری دارد که مگر ارواح پاک بتوانند به داد زنده ها برسند، آنها که به قول خودت از مرگ زندگی می‌سازند. تهران، خرداد ماه 1338. پایان. پرستو. به سقف خانه دل لانه کردی، دل سرگشته را ویرانه کردی. بپر از لانه ای جان پرستو، که صاحب خانه را دیوانه کردی. دزد بیدردی. مگو با من سپهر لاجوردی، که با قلب من شاعر چه کردی؟ چه میپرسی که دردم چیست بدبخت؟ بتر از درد بیدردی چه دردی؟ در تنگ آغوش. به آغوشش فشردم گفت مردم، چه لذت ها که از آغوش تو بردم. شب دیگر در آغوشی دگر بود، خدایا کاش کمتر می فشردم. انتشارات فخری، تهران، خیابان لاله‌زار مقابل پیرایش، پاساژ اخوان. بها 250 ریال. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید
در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com